الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان، تماس مستقیم. و در این برنامه تماس‌های شما عزیزان رو، پیام‌های شما عزیزان رو دریافت خواهیم کرد و در مورد موضوعات مختلف انشاءالله صحبت خواهیم کرد. 2 ساعت انشاءالله در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. استاد محمد انصاری، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. یک سوال داشتم، همین سوال مرا کم ترک چی میکرد، میخواستم را شما دادم تا جوابش بگیرم. همه مردمی که همین سوال شاید در ذهنشان باشه هم جوابشون را بگیرن. بفرمایید. اگر چی باشه همین سوال هم میخواد که حرامزاده میگن، از حرامزاده گفته ما چی میفهمیم؟ حرامزاده کسی که با چیزی اسلامی ازدواج کردگی نیست، یعنی که چی کردگی نیست، همون را میگن حرامزاده. بله درست. اگه سوال در اینجا پیدا میشه که شخصانی که پیش از اسلام بعد ایمان آوردن و مثلا چقدر بگم از نمی شیعه میگن که حرامزاده، یعنی که بچه خلیفه خدمت به حضرت عمر و همین کسا چی میکنن؟ توهین میکنن، میگن حرامزاده. ما با زبانم خیلی نمیگه که مثال هم گپ همون بگم، یعنی که همون شخصا پیش مسلمان نبودن که مثال حضرت عمر مسلمان نبود که ایمان آوردگی نبود که مثال پدرش یعنی مسلمان نبود که همون چخیل میشه مثال همون چخیل گفته میکنیم که شما مقصد سوال من فهمیدین؟ من متوجه شدم. در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز، در این مورد صحبت میکنیم. سلامت باشید. زنده باشید، الله متعالستان کنید. یکی از مشکلاتی که متاسفانه شیعیان متعصب دارن این است که توهین و اهانت به همه بشریت، من نمیگم که توهین و اهانت فقط به اهل سنت، توهین و اهانت فقط به صحابه، توهین و اهانت فقط به یک علمای اهل سنت یا بزرگان اهل سنت. توهین و اهانت به همه بشریت جزئی از مذهب اینا هست، جزئی از دین اینا هست، جزئی از اعتقادات اینا هست. اولا بیایم این شبهه‌ای که در ذهن شما ایجاد شده، مثلا میان میگن که والله مادر فلان صحابی مثلا همچین یک فعل بدی داشته، مثلا واضح بگویم میگن زناکار بوده، بعد رفته زنا کرده و بعد از اون مثلا فلان صحابی که بعداً به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد به دنیا آمده. به خاطر همین دشمنان علی همه میگن که چی است؟ حرامزاده است. بعد میگن که مثلا در مورد حضرت معاویه همچین شبهاتی دارن، در مورد حضرت عمر دارن، در مورد حضرت ابوبکر دارن، در مورد همه صحابه این مشکلات رو دارن. بعد اولا بیت این موضوع رو از نگاه قرآن بررسی بکنیم. اگر واقعاً یک شخصی قبل از اسلام مرتکب زنا شده، پدرش یا مادرش، و از اون زنا مثلا فرزندی به دنیا آمده، بعد از اون پدر و مادر این فرزند یا این فرزند مسلمان شدن،
حکم این چیست؟ آیا این زنازاده محسوب میشه، حرامزاده محسوب میشه؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم این موضوع رو برای ما واضح میکنه. در یکی از آیات در سوره فرقان آیه 70 الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا من تاب و آمن و عمل صالحا، الا کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدن. ایمان آورد، مسلمان شد و عمل صالح انجام داد. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی گناهان اونها رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به حسنات میکنه. زنا کرده، شراب خورده، آدم کشته، هزار یک جرم و جنایت کرده، مسلمان شد، توبه کرد و عمل صالح انجام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الاسلام یحجب ما قبله، اسلام هر آنچه که قبل از اسلام انجام داده شده باشه رو چیکار میکنه؟ میپوشانه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینها نه تنها الله سبحانه و تعالی اینها رو میبخشه، توبهشون رو میپذیره، بعد از اینکه ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یبدل الله سیئاتهم حسنات، همه آنچه گناهانی که کرده رو در نامه اعمالشان به عنوان اعمال خوب و شایسته براشون مینویسه. نه اینکه زنا رو کار خوب و شایسته بنویسه. مثلا اشتباهاتی که کرده، گناه، مثلا 100 تا گناه مرتکب شده، الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه ایمان آورد و توبه کرد و عمل صالح انجام داد، 100 تا گناه رو براش 100 تا حسنه می نویسد. لطف الله سبحانه و تعالی است. و کان الله غفورا رحیما، و الله سبحانه و تعالی توبه پذیر مهربان است. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، بعد از اون چی میگه؟ و کسانی که توبه کنند و عمل صالح انجام دهند، پس بیگمان او، یعنی این شخص، چنان که باید به سوی الله بازگشت میکند. پس ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی که شخصی ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، بقیه گناهانی که انجام داده رو همه رو چیکار میکنه؟ براش میبخشه. پس قبل از اون دیگه مثلا ما در سیرت صحابه نداریم که کسی اومده باشه مثلا از صحابه بعد از این که یکی از صحابه ایمان آورده باشن اومده باشه به اونو طعنه زده باشه که تو قبلا این کارو میکردی اون کارو میکردی، چون که میدانستن که بعد از مسلمان شدن الله سبحانه و تعالی همه گناهان ما قبلش رو میبخشه. مثلا شما ببینید وحشی حمزه رضی الله تعالی عنه رو در جنگ احد به شهادت رساند، سید الشهدا، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه مسلمان شد هیچ کس نگفت بالای چشم تو ابروست. خالد بن ولید سبب شهادت بیش از 70 نفر از صحابه در جنگ احد شد. همین خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. بعد از اینکه مسلمان شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به او لقبی دادند. بعد از اینکه در جنگ موته لشکر اسلام رو نجات داد و برگشت به مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خالد چی است؟ سیف الله المسلول، شمشیر برهنه الله سبحانه و تعالی. همین خالد بن ولیدی که 70 نفر صحابی رو کشته بود و یا سبب کشته شدنشان شده بود. اسلام این است. اسلام ما قبل رو پاک میکنه، دفتر جدیدی برای انسان باز میکنه. این از این. بالفرض محال یکی از صحابه همچین گناهی داشته، همچین مشکل، فرض میکنیم ما همچین چیزی نیست، اینا دروغایی است که اینها میبافن. بعد از اینکه مسلمان شدن همه آنچه که بود پاک شده. ثانیاً فرزندی که از زنا به دنیا میاد، این فرزند صالح باشه، مؤمن باشه، ربطی به گناه پدر و مادرش نداره یا ربطی به گناه آن زن و مردی که فعل زنا را انجام دادن نداره. ولا تزر وازرة وزر اخرى، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که هیچ کس گناه کسی دیگری رو به دوش نمیکشه. هر انسان کل نفس بما کسبت رهین، هر کسی که
عملی انجام داده باشد مسئول عملش خودش هست، کسی دیگه این مسئولیت رو به دوش نمیکشه. وانگهی مشکل اینها این نیست که والا حتما بر اساس کدام دلیل و مدرکی کدام چیزی بیان یکی از صحابه رو بهش توهین بکنن، اهانت بکنن، بگن بلد زناست، بگن این است اون است. مشکل اینا با همه بشریت است، با همه انسانیت است. مثلا بیاین در مورد اهل سنت بگیم. در تفسیر عیاشی دوستان عزیز اگر نشان بدن، این تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی جلد دوم، یکی از تفاسیر معتبر اینها در تفسیر سوره رعد آیه 234 از جعفر ابن محمد، یعنی از امام جعفر صادق روایت میکنه، میگه که ما من مولود یولد الا و ابلیس من الابالس بحضرته. هر فرزندی که به دنیا میآید یک شیطان، یک ابلیسی در و اثنای زایمان همونجا حاضر است. فاین علم الله انه من شیعتنا، اگر الله دانست که او از جمله شیعیان است، حجبته من ذلك الشیطان، از این شیطان دورش میکنه. و ان لم یکن من شیعتنا، اگر از شیعیان نبود، اثبت الشیطان اصبعه السبابه فی دبره فکان معبونا. میگه که اگر، خیلی معذرت میخوام این متن برای شما میخوانم و این در تفسیرشون نوشته است. میگه اگر سنی باشه، یعنی غیر شیعه باشه، شیطان چیکار میکنه؟ این انگشتش رو در دوبر این نوزاد کودک مثلا مذکر باشه، پسر باشه، داخل میکنه. بعد این چی میشه؟ مفعول میشه، یعنی همجنس باز میشه. اگر اینکه وذلك ان الذكر يخرج الوجه و این کان امرأة، اگر که این دختر باشه، اثبت فی فرجها فکانت فاجره. میگه این شیطان، این ابلیس کلکش رو در شرمگاه اون، در فرج این دختر داخل میکنه. بعد از اون این دختر چی میشه وقتی بزرگ شد؟ فاحشه میشه، زناکار میشه. فعند ذلك یبکی الصبی بکاء شدیدا. در اون به خاطر همین است میگه وقتی که کودکاشون به دنیا میاد، میگه چیکار میکنه؟ سخت گریه میکنه. کنو کودکان شیعه گریه نمیکنن وقتی به دنیا میاد. این در تفسیر عیاشی. تشکر میکنم دوستان عزیز. شما دین رو ببینید، این دین است که نه. در این کتاب، در کتاب الروض من الکافی، در صفحه جلد 8 صفحه 285، کتاب کافی که میدونید دیگه، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب این است. در روایت 431 روایت میکنن از ابی جعفر از امام محمد باقر به دروغ تهمت میبندن که ان بعد اصحابنا یفترون و یقذفون من خالف. میگه که کسی از شیعیان میان میگه که ای امام باقر، بعضی از این شیعیان ما میرن به مخالفین رو بهشون تهمت میزنن، تهمت زنا میزنن، چی میزنن. فقال لی الکف عنهم اجمل، یعنی نکنید این کار رو، بهتر است. ثم قال والله یا ابا حمزه، اینو کی میگه؟ امام محمد باقر میگه والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا. ای ابا حمزه بدان که همه انسان ها، تنها صحابه و نمیدونم اهل سنت و اینا نه، همه انسان ها فرزندان زنان فاحشه هستند مگر شیعیان ما. این در کجا میگه؟ در کتاب کافی. تشکر میکنم دوستان عزیز. شاید بگن که این در کتاب هاست، ما قبول نداریم. این تابلوها رو دوستان ما از خیابانهای تهران برای ما فرستادن. در اینجا چی نوشته؟ هیئت محبان حسن، هر کس به ولایت علی شک دارد با مادر خیش در میان بگذارد، بر دشمنان مرتضی علی لعنت. یعنی اگه شما به ولایت، به امامت علی شک دارین، برید از مادرتون بپرسید که چیکار کرده. یعنی چی؟ یعنی مادرتان فاحشه است و شما زنازاده هستید. این عکس واضح. بعد هفته وحدت میگن نه؟ تشکر میکنم دوستان عزیز. در کتاب روضه کافی صفحه 292 بله
سألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما أمهات أولادهم فهن عوائر إلى يوم القیامه. میگه که از مادران اونها پرسیده، یعنی از مادران اهل سنت، مادران فرزندان آنها زانیه هستند تا وقتی که به آن عقیده هستند. یعنی ولی اگر کسی مذهب شیعه را اختیار نماید توبه او پذیرفته می شود و ایمانش گمراهیش را و یقین شکش را از بین می برد. شما ببینید این در ایران چاپ شده. اینجا کتابخانه ملی ایران، اینم شمارش، اینم آدرسش. بعد میگن وحدت. و چی گفته؟ گفته از مادران فرزندان و ازدواج و طلاق مخالفان پرسیده بودی. طلاق آنها بدون عده صورت میگیرد. سبحان الله. و ازدواجشان بدون ولی است. دروغ. در دختر رشیده باکره اذن پدر شرط است ولی آنها رعایت نمی کنند. مادران فرزندان آنها زانیه هستند تا وقتی که به آن عقیده هستند، ولی اگر مذهب شیعه را اختیار نمایند توبه پذیرفته می شود و ایمانش گمراهیش را و یقین شکش را از بین می برد. ما هم چاپ نکردیم. روضه کافی از سقط الاسلامشون محمد ابن یعقوب کلینی. دشمنی با بشریت ببینید. روایت 431 همون روایتی رو که براتون نص عربیشو خواندم در کتاب روضة الکافی چاپ ایران، ترجمه فارسیش. ابو حمزه گوید به امام باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفان افترا می‌بندند و ایشان را حرامزاده می‌خوانند. حضرت فرمود خودداری از آن نیکوتر است. سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنازاده اند جز ما و شیعیان ما. امام باقر غیر از اهل بیت و شیعیانشان همه مردم چیان؟ زنازاده هستند. اینا باز میان داد از وحدت میزنن. تشکر دوستان عزیز. کتاب بهارالانوارشون جلد 101 باب 29 صفحه 85 روایت 4 چی میگه؟ از امام جعفر صادق روایت میکنه ان الله تبارک و تعالی یبدأ بالنظر الى زوار قبر الحسین. الله متعال به زوار قبر حسین نگاه میکند و به زوار عرفه هم نگاه نمی کند. در روز عرفه شیعیانی که به زیارت امام حسین رفتن به اونها نگاه می کند و به کسانی که به عرفه ایستادن به حجاج نگاه نمی کند. قلت قبل النظر الى اهل الموقف، یعنی پیش از اینکه به اهل موقف نگاه بکنه به زائران امام حسین نگاه میکنه؟ قال نعم. امام گفت بله. قلت و کیف ذلك، چطور امکان داره این چنین؟ مردم حج آمدن، حج بیت الله آمدن. گفت لأن فی اولئک اولاد الزنا وليس فی هؤلاء اولاد الزنا، چون که در بین زائران بیت الله الحرام که در عرفه وایستادن زنازاده ها هستند که منظور اهل سنت است، و در بین کسانی که در زیارت قبر حسین هستند زنازاده نیستند، همشون حلال زادن. در حالی که یک زن رو پدر صیغه میکنه، برادرش صیغه میکنه، پسرش صیغه میکنه، یک فاحشه رو از یک خانواده همه صیغه میکنن، بعد اینا شدن حلال زاده، اهل سنت شدن حرام زاده. ببینید دوستان عزیز، مشکل با صحابه نیست، مشکل با همه بشریت است، همونطوری که خدمت شما عرض کردم. من الان خدمت شما بعضی از چیزهای دیگر هم نشون بدم. این کتاب کافی است دوستان عزیز. افغان ها خوب گوش کنن این رو، خاصتا برادران پشتون ما خوب گوش کنن. بله، در کتاب کافی، فروع کافی، جلد 5 صفحه 212 روایت 3 عن ابی عبدالله امام جعفر صادق قال لا تناکحوا الزنجه، با سیاها، با آفریقایی ها ازدواج نکنید. بل خزره، با مردم شمال ایران ازدواج نکنید. فإن لهم ارحاما تدل على غیر الوفاء،
اینها رحمهای زنهاشون دلالت میکنه به غیر وفا. یعنی چی؟ یعنی به شوهرانشون خیانت میکنن. یعنی چی؟ یعنی زناکارن. قال همچین اضافه کرد والهندو، مردم هند، و سندو، مردم سند یعنی پاکستان امروزی، والقندو، و مردم قندهار، لیس فیهم نجیب، در بین اینها حلال زاده‌ای وجود ندارد. یعنی همه حرام زاده هستن. یعنی قندهار. قند یعنی چی؟ یعنی قندهار. ببینید دوستان عزیز یعنی الان 1 میلیارد تقریبا در هند است، حدود 300 میلیون در پاکستان است، چیزی در حدود، وقتی قندهار که گفتن یعنی همه افغانستان، چون که قندهار یک وقتی پایتخت افغانستان بود. شما تصور بکنید همه اینها حرامزاده هستند و شیعیان حلال زاده هستند. تشکر میکنم دوستان عزیز. حتی به مردم مکه و مدینه اینها رحم نکردن. این کتاب حدائق الناظره از یوسف بهرانی، یک از استوانه های اینها، در جلد 18 صفحه 149 ببینید در مورد اهل مدینه چی میگه. اهل الشام شر من اهل الروم، مردم سوریه، شام، فلسطین و سوریه و لبنان و اردن بدتر از مردم اروپا هستند، روم. و اهل المدینه شر من اهل مکه، مردم مدینه بدتر از مردم مکه هستند. و اهل مکه یکفرون بالله جهرة، و مردم مکه هم آشکارا به خداوند کفر می‌ورزند. و در روایت دیگر چی میگه؟ ان اهل مکه لیکفرون بالله جهرة، مردم مکه آشکارا کفر می‌ورزند. و ان اهل المدینه اخبث من اهل مکه اخبث منهم 70 ضعفا، مردم مدینه خبیث‌تر از مردم مکه هستند و مردم مدینه 70 مرتبه خبیث‌تر از مردم مکه هستند. دلیلم چی است؟ عرف الله ایمانهم بولایتنا و کفرهم بها، چون که الله متعال اونها رو شناخته. چرا؟ چون که به ولایت ما کفر ورزیدن، یعنی شیعه نشدن. دوستان عزیز، یعنی مشکل ابوبکر و عمر نیست، مشکل معاویه نیست که به اونا بگن حرام زاده و حلال زاده. مشکل یک عقیده باطل است، مشکل یک دین است که بر این اساس پایه‌گذاری شده. ملت کرد، شما تصور بکنین کتاب سلو اهل البیت علل الشرایع از شیخ صدوقشون که من بهش میگم شیخ کذوب، اینم خودشون چاپ کردن. در اینجا اولین روایت باب 310، دلیلی که باید کردها رو بد دید. چرا کردها رو بد دید؟ از ابی عبدالله، از امام جعفر صادق، فقلت ان عندنا اقوام من الاکراد یجیئون بالبیع و نبایعهم. گفت که بعضی از قومایی از کردها هستن میان پیش ما، با اونا خرید و داد و ستد میکنیم، خرید و فروش میکنیم. گفت یا ربی لا تخالطهم، با اونها داد و ستد نکنید. فإن اکراد حی من الجن، کردها قبیله از جن هستن. کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم، خداوند از آنها پرده برداشته است، پس با آنها داد و ستد نکنید. روایت دوم حین شی. کی موند؟ رومیا بد، شامیا بد. روم که گفتن یعنی همه اروپا، شام که گفتن یعنی فلسطین و سوریه و لبنان و اردن، اهل مکه و مدینه که گفتن یعنی همه عربستان سعودی و کلا این منطقه همه محسوب میشه. و اهل سند که گفتن همه پاکستان، اهل هند همه هندوستان، قندهار هم که دیگه کل افغانستان. کیا حلال زاده هستن؟ شاید بگید که حتما در مورد فارس ها و چیزی نگفتن. نه دوستان عزیز، همه رو اینها از دم، همه رو یعنی ببینید این کتاب هست، کتاب خصال شیخ صدوق، صفحه 352 جلد 2 از ابی عبدالله روایت است. لا يدخل الحلاوة ایمان، میگه شیرینی ایمان داخل نمیشد فی قلب سندی، در قلب پاکستانی فعلا، ولا زنجی مردم آفریقا عموما سیاها، ولا خوزی مردم خوزستان اهواز، ولا کردی نه کرد، ولا بربری نه مردم بربر، مردم اندلس و مغرب و تونس و جزایر و اینها، ولا نبک ری نه مردم تهران. ری اسم سابق تهران است،
مردم تهران هم زدن. ولا من حملت امه من الزنا، و نه کسی که او را مادرش از زنا به دنیا آورده باشه. هیچ کس نموند در این دنیا. 4 تا آخوند کثیف خوبن، بقیه مردم همه چیان؟ زنا زادن و همه بدن. همین روایت خصال رو باید نگید که ما اشتباه ترجمه کردیم. ترجمه فارسیش رو خودشون در ایران کردن. روایت امام صادق فرمود حلاوت شیرین ایمان در دل سندی، زنگی، خوزستانی، کرد، بربر و مردم سرزمین نشیب و فراز ری. ری اسم سابق تهران است و در دل کسی که مادرش او را از زنا حامله شده باشد راه نمی‌یابد. بعد چی گفته؟ این حدیث قابل بررسی است. این حدیث رو بررسی کردید، بقیه حدیثتون رو چی میکنید؟ یعنی این جزء اعتقاد این مردم است. تشکر میکنم دوستان عزیز. و اگر بخوام در مورد مردم مصر، شاید که بگه والا مردم مصر حتما مونده و اونا چیزی نگفتن. نه، به آر الانبار اینم صفحه بعدش روایت کردن، روایت 15 از پیامبر روایت کردن ولا تطلبوا المکث فیها، در مصر میگه چیز نکنید، مکث نکنید، یعنی در اونجا نیستید. ولا احسبه الا قال و هو یورث الضیافه، میگه که چون که کسی که در مصر زندگی بکنه دیوس میشه. بعد در روایت دیگه ولا تاكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينا فانها تورث الذله و تذهب الغیره. با در لیوان‌های مصری، در فخاری مصری چیزی ننوشید و با گلش سرتون رو نشورید، چون که این سبب ذلت و بیغیرتی و دیاست میشه. بعد در روایت دیگر از ابو عبدالله امام جعفر صادق میگه که بک علیه جمیع ما خلق الله الا 3 اشیاء. میگه وقتی که حسین به شهادت رسید همه بر او گریه کردن الا 3 شهر به اصطلاح، البصره و دمشق و آل عثمان. مردم بصره، مردم دمشق و آل عثمان. به خاطر همین اینا چی شدن؟ دیوس شدن، بی غیرت شدن، زنازاده شدن. این یعنی دینی است که این کثافت ها برای مردم چیکار کردن؟ آوردن. کل مشکل اینها با همه بشریت است، مشکل با 1 2 تا 3 تا نیست. خلاصه اگر بخوام در مورد این گونه روایات صحبت بکنم همه برنامه رو بهش اختصاص بدیم هم هنوز جا برای صحبت کردن هست. پس دوست عزیز، مشکل شیعیان با این نیست که صحابه حرامزاده هستن، حلال زاده هستن. مشکل شیعه با همه بشریت است و اینها همه بشریت رو غیر از شیعیان همه بشریت رو حرامزاده میدانن. این عقیدهشان هست، یعنی این رو به صراحت در کتابهاشون ذکر کردن و به این اعتقاد دارن. شاید عموم شیعیان بگن نه ما به همین چیزی اعتقاد نداریم. ما میگیم که پس برید برگردید کتاباتون رو ببینید و این کتابا رو بندازید به سطل آشغال. اگر راست میگید علنا بگید که ما این کتابا رو قبول نداریم. بعد بعضی خیلی راحت میگن ما قبول نداریم. میگه اوکی، مادامی که تو این کتاب رو قبول نداری، در همین کتابی که همین مسائل آمده، امامت هم اینجا آمده، اسمت هم اینجا آمده، صیغه هم اینجا آمده، خمس هم اینجا آمده، همه این اعتقاداتی که تو به عنوان یک شیعه داری در اینجا آمده. اگر اینش رو قبول نداری اونش چطور قبول داری؟ چطور یک انسانی که امکان داره دروغ بگه به همه بشریت، امکان داره در قضیه امامت راست بگه؟ این مشکل این جماعت است. الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر امت اسلامی دور بکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله استاد. زنده باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد یک چند تا ویدیو پخش گفتم در شما از نام واتساپ دارم. باشه انشالله. مردم گام نزده. چشم انشالله در برنامه بعدی حتما در موردشون صحبت میکنیم انشالله. جزاکم الله خیر. زنده باشید. حیاکم الله.
تشکر میکنم از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد افری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد این آخونده یک کلیپ براتون فرستادم و اینو پخش کنید ممنون میشم. باش، چشم. همین تحت عنوان راستترین حرف آخونده اگه اینو پخش کنید ممنون میشم. چشم، حتما انشالله. تشکر. زنده باشید. دوستان عزیز در کنترل، اگر که عزیزانی کلیپ هایی رو میفرستن برای پخش، حتما بررسی بکنید، برای من بفرستید تا در برنامه زنده پخش بکنیم ان شاء الله. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلامت باشید. یک سوال داشتم. بفرمایید. نماز ویتر بعد از رمضان با جماعت خواندن ممکنه؟ متوجه نشدم، یک بار دیگه بفرمایید. با جماعت بعد از رمضان یعنی بعد از رمضان نماز تهجد را به جماعت منظورتان است؟ بله، باز نماز ویتر را. بله، 3-4 نفر با هم باشن، 2 نفر زن و شوهر میتونن با جماعت بخوانن، اشکالی نداره. نماز ویتر را بعد از رمضان میشود، اشکالی ندارد. رمضان و غیر نماز ندارد، نماز وتر، نماز تهجد، نمازهای نفل با جماعت بله. در خانه مثلا زن و شوهر با هم میتونن بخونن، پدر به همراه فرزندانش میتونه بخونه. اصل نماز تراویح هم یعنی اصل در خانه میخواندن، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 1-2 شب آمدن در مسجد خواندن، بعدا رفتن در خانه خواندن و اهلشون رو بیدار میکردن در وقت نماز خواندن، یعنی همسرشون رو، و به جماعت خواندن هیچ اشکالی نداره. تشکر از شما برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما با محمد انصاری استاد میخوایم یک سوال بکنیم. شما دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، بفرمایید. من شما در پخش مستقیم تماشا میکنم. پخش مستقیم با کمی تاخیر پخش میشود برادر عزیز. بسیار خوب. استاد مهربان، یک سوال داشتم. ما بچه تاجیکستانی هم در اسپانیا این حال قرار دارم. امی نماز جمعه را یک چیز میکردیم، ما را میفهموندیم که ما روزای جمعه به خاطر نماز جمعه کار در رفتن نمیتوانیم و روز شنبه یک شنبه به خاطر که کارخونه اینها مقصد جواب میتیان ما را کار در نمیمونند ببریم، بالاخره ما را پرگون زیاد میشود. 3 روز در یک هفته کاری، 3 روزی کاری نداریم. یعنی من میخواستم که همین نماز جمعه را بفهمم که ما همین اگر ترک کرده و با کار بریم ای چی میشود، یا که همین یک شرح میدادی استاد؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. سلامت باشی استاد مهربان. همین قد گفتنیم که یک اگر خدا درست نکنه 12-13 ساله که من همین ویدیوهای شما را تماشا میکنم، برنامه‌های شما را پیگیری میکنم. خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب زنده باشید برادر عزیز. صفای حق میزنیم، گوی ما خدمت خلق، خدمت دین خدا را میکنیم. یک جوان تشکر
درباره غریبا یک دعا میکردید. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه، شما و همه برادران و خواهران عزیز تاجیک. من شما رو بسیار دوست دارم اکا. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت. اولا یک موضوعی است که آیا روز جمعه باید ما تعطیل بگیریم، بگیم که چون امروز جمعه است ما میخوایم کار نکنیم؟ چون بعضی از مسلمان ها هستن حتی در کشورهای اسلامی و بعضی ها در اروپا چنان تعصب نشان میدن به روز جمعه که ما روز جمعه، چون که یهود و نصارا روز شنبه و یک شنبه کار نمیکنن، ما هم روز جمعه کار نمیکنیم. این غلط است. دین اسلام دین تعطیلی نیست. دین اسلام دین کار است، دین جهاد است. این کاری که شما میکنید، میرید در یک کارخانه کار میکنید، در یک حدیث صحیح است، حدیث خیلی جالبی است. یک روز یک شخصی سر بازوهای بلند و خلاصه مثل ورزشکارای امروزی داشت رد میشد. صحابه گفتن به پیامبر صلی الله علیه و سلم یا رسول الله اگر این بازوهاش این در راه خدا در جهاد مصرف میکرد، یعنی میآمد جهاد میکرد، چقدر خوب میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسی که به خاطر خرج اهل و عیالش، خانوادهش، به خاطر به دست آوردن روزی حلال امون وسایلش رو میگیره، صبح از خانه خارج میشه تا وقتی که به خانه برمیگرده، مانند مجاهدی است که در سنگر فی سبیل الله جهاد میکنه. یعنی اینکه شما کار میکنید، رزق و روزی حلال برای فرزندانتان پیدا میکنید، این مثل جهاد است. درست است که اون جهاد فی سبیل الله که با سلاح کسی میره با دشمن میجنگه، اون فضیلت‌های خاص خودشو داره، اما این شخصی که به خاطر به دست آوردن رزق و روزی حلال میره زحمت میکشه، الله سبحانه و تعالی ثواب مجاهد فی سبیل الله رو بهش میده. خب این از این. ثانیاً ما در دین اسلام روز تعطیل نداریم. شاید خیلی تعجب بکنن، ما روز جمعه به عنوان روز تعطیل در دین اسلام نداریم، نه در قرآن نه در سنت. دلیل از قرآن برای شما میگه. سوره جمعه، ما سوره داریم به نام جمعه، آیت 9 الله سبحانه و تعالی میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. ای مؤمنین، وقتی که اذان داده شد برای نماز جمعه، کوشش بکنید، تلاش بکنید. برای چی؟ به سوی ذکر الله سبحانه و تعالی، یعنی قرآن خواندن، نماز خواندن. و ذروا البیع، خرید و فروش را رها کنید. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این خوب است برای شما، خیر است برای شما اگر که شما بدانید. پس وقتی که اذان داده شد، اذان اول که قبل از خطبه یک اذان داده میشه، به مجردی که اذان اول داده شد باید دکانتو ببندی، خرید و فروش رو تعطیل بکنی، بری به کجا؟ به طرف مسجد. عادتا خطبه نماز جمعه در مساجد در سراسر دنیا فکر نکنم که از 20-25 دقیقه بیشتر طول بکشه. در بعضی از کشورها شاید 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. امامانی که فقیه باشن، عالم باشن، خطبای طولانی نمیگن، خب مختصر و مفید. نمازم بگی 10 دقیقه حساب بکنیم، کلا نیم ساعت. برو بگو 45 دقیقه، بگی 1 ساعت با رفت آمد. 1 ساعت فقط به خاطر نماز اختصاص میدید شما در روز جمعه. بعد از اینکه نماز خلاص رو چیکار میکنیم؟ آیه بعدی جواب میده به شما. فاذا قضیت الصلاة، وقتی که نماز رو خواندید، ادا کردید، فانتشروا فی الارض، پخش بشید در زمین، وابتغوا من فضل الله، و از فضل الله سبحانه و تعالی طلب بکنید. یعنی چی؟ برید کار بکنید، مشغول زندگیتان بشید. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، و الله سبحانه و تعالی رو زیاد فراوان ذکر بکنید اگر میخواهید که رستگار شوید. پس ما روز جمعه به عنوان تعطیل در دین اسلام نداریم. بعد از اینکه غرب آمد، روز یک شنبه رو یهود نصارا، روز شنبه رو یهود، بعد چون یهود و نصارا یکی شدن، شنبه و یک شنبه رو تعطیل کردن، مسلمانان گفتن که ما از اونا پس نمانیم، بیاید ما روز جمعه رو تعطیل میکنیم، در حالی که مسلمان تعطیلی نداره. تعطیلی مسلمان در قبر است. آرامش یک مسلمان در قبر است. زندگی یک مسلمان سراسر کار است، زحمت است، تلاش است.
رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند چنان برای دنیای خود زحمت بکشید که انه تا قیامت زنده هستید و چنان برای آخرتتان تلاش بکنید که انه فردا میخواهید بمیرید. زندگی یک مسلمان سراسر کار است، تلاش است، زحمت است. این نه که روز جمعه من تعطیلم برو بگیر بخواب. پس حالا ما در کشورهای اسلامی مثلا روز جمعه رو تعطیل اعلان کردن، مدارس تعطیل، مکاتب تعطیل، ادارات دولتی تعطیل. اوکی تعطیل، ما فی مشکلی، یعنی مشکلی نداریم با این تعطیلات. بعضی کشورها به خاطر امخانی بعضی کشورها جالب است جمعه و پنجشنبه رو تعطیل می‌کردن. الان بعضی کشورها هست جمعه و پنجشنبه، افغانستان مثلا جمعه و پنجشنبه، نصف پنجشنبه. چرا؟ من بارها گفتم مثلا ملت افغانستان باید شب و روز کار بکنن تا ما شاید 50 سال بعد به اندازه ژاپن برسیم. شاید هم 100 سال اگر امنیت و استقرار یک حکومت خوب وجود داشته باشه. تعطیلی برای چی؟ بعد در مورد این برادرمون، اول این در مورد تعطیلی، یعنی تعطیلی روز جمعه یک چیز مقدس نیست، نه در قرآن نه در سنت. تعطیلی روز جمعه یک چیز مقدس نیست. تعصب نکنید که نه الا بالله که من روز جمعه کار نمیکنم. چرا کار نمیکنی؟ برو کارتو بکن. روز شنبه اونا تعطیل هستن، یک شنبه تعطیل هستن، مجبور هستی چون که شما بخوای سر کارم بری اونا تعطیل هستن، مجبور میشینی خانه. روز شنبه یک شنبه برو یک کار دیگری بکن. من دوستانی رو میشناسم که روز طول هفته کار میکنن، شنبه یک شنبه میره یک مالی رو، یک چیزی رو از یک شهر میخره، مثلا از بلژیک میخره میره در هالند میفروشه، از هالند میخره میره در یک شهر دیگه. عادتا در روزهای شنبه یک شنبه بعضی بازارها هست در کشورهای اروپایی، در هر کشور ساعت‌های مختلف میره چیزی رو میفروشه. باور بکنید پولی رو که اونجا به دست میاره از حقوقی که مثلا از کارخانه میگیره خیلی بیشتر است. پس تعطیلی روز جمعه یک چیز مقدس نیست. اما وقتی که کار میکنید، مثلا میرید در یک شرکتی میگید میخواد کار بکنید امروز، بهش بگید پیش بگید روز جمعه از ساعت 1 مثلا تا ساعت 2، از ساعت 12 تا ساعت، ببینید در چه وقت نماز خوانده میشه. در این یک ساعت من کار نمی کنم. به جایش اگر که قبول کرد بگید من یک ساعت زودتر میام یا یک ساعت دیرتر میام، اما این یک ساعت وقت عبادت من است. باور بکنید که شما اگر اینطوری با عزت، با سربلندی دینتان را با افتخار در پیش کفار بیایید به دینتون افتخار بکنید، با عزت و با مجد و عظمت دینتون افتخار بکنید، باور کنید که اونا سر تسلیم فرو میارن. قبول کرد کار بکنید، قبول نکرد بگردید با کسی کار بکنید که این شرط شما را قبول بکند. یهودی شرطشو می قبولانه، مسیحی شرطشو می قبولانه و من مسلمان خجالت میکشم که شرط دینم رو بقبولانم. این یک ساعت رو بقبولانید. قبول کرد خوب، قبول نکرد الله چی میگه؟ میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر شما تقوا پیشه کردید، به خاطر دین الله اون کار رو رها کردید، ولو که $1000 میداد رفتید در جای دیگر با $800 کار کردید، اما دینتان را خار نکردید، عقیدهتان را خار نکردید، الله چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا پیشه کنه الله راه رو براش باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی فکر میکنید $200 حقوقتان کم شد، شما در بدر شدید، فقیر شدید؟ نه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جای بهت روزی میده که تو اصلا فکرش هم نکنی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله توکل بکنه خدا برای او کافی است، الله برای او کافی است. این در مورد سوال برادر عزیزم. آقای جواد بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. ببینید دوستان عزیز، الان شما تصور کنید که حرامزاده کی است. الان شما تصور بکنید حرامزاده کی است. داد بزن، انقدر داد بزن که تا فیها خالدونت پاره بشه. داد بزن، صدا کسی نمیشنوه. دوستان عزیز ببینید، این اخلاق یک شیعه است. این اخلاق شیعه علی است که به دروغ خودشون رو شیعه علی میدونن
و علی از اینها بیزار است، حسن از اینها بیزار است، حسین از اینها بیزار است، فاطمه زهرا از اینها بیزار است. این شیعیانی که انقدر بی تربیت باشن، بی شرف باشن، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اینها و امثال اینها بیزار است. شیعه علی باید اخلاق علی رو داشته باشه. شیعه علی باید اخلاق فاطمه زهرا رو داشته باشه. اینها ننگ و عار هستند بر اهل بیت. اینها ننگ و عار هستند برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر چقدر میخوای برای خودت داد بزن. سلام به خدمت، سلام به مادر و به خواهر و به دختران خودت هم برسان. دوستان از این دوستان بشنوید. این اخلاق یک شیعه است. خوبه امثال اینها واقعا میان شیعیان رو نشون میدن که شیعه بودن یعنی چی. این یک نمونش. بیننده عزیز سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب انصاری چیکار شما سوزای نازنین؟ سلامت باشید. همین عکسی که در پروفایلتان گذاشتید، همین عکس رو عوض کنید برادر عزیز. این عکس رو عوض کنید. برای یک جوان مسلمان خوب نیست که اینجور عکس ها رو در پروفایل واتساپ خود بگذارد. بفرمایید. سوالی دارید؟ بفرمایید. جناب انصاری یک سوال داشتیم. یک برادر داریم اینجا قوریم و در شهر رسیه ایم. درست. هر صبح همین نماز بامداد در خواب مقصد نمیخیزه و بعد ساعت چنده که صبح مقصد ساعت وقت عبید میشوم خیلی میخیزه نماز همی بامداد وقتی میخونه. همی باید نماز بامداد میگیم که همی باید قضا خونده شود. نه میگه که باید که حضرت پیامبر یک بار در خواب مونده بود خیستک نماز وقتی خون گفته. همی سوال در گفتم چی میشیده باشه. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. بعد جناب انصاری یک حضور همی وقتای همی نماز همی گفتن که همی این بعد عقیدهش همیه که مقصد نماز پیشین میگه تا وقت عصر قضا نمیشه و نماز عصر تا وقت نماز شام قضا نمیشه و همی را یک شرح دادن. باشه چشم، اینم صحبت میکنیم در موردش. اینم صحبت میکنیم. رحمت الله بر شما. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. اول این که دوستان عزیز، نماز رو قضا کردن جایز نیست. این برادر وقتی که بیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار نماز صبح رو قضا کردن، اونم در جنگ بود. در جنگ بودن، در سفر بودن، خسته و کوفته، بعد از اون خوابیده بودن که یک وقت بیدار با طلوع آفتاب بیدار شدن. یک بار نماز صبح و یک بار دیگه هم در جنگ خندق نماز ظهر و عصر رو قضا کردن. چون که دشمن حمله کرده بود، مشرکین حمله کرده بود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه. چنان جنگ شدید بود که نه وقت شد که نماز ظهر رو بخوانن، نه وقت شد که نماز عصر رو بخوانن. هم ظهر قضا شد، هم عصر قضا شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردن، گفتن بارالله قبرهای اینها را پر از آتش بگردان که سبب شدن که ما نماز ظهر ما و عصرمان را قضا بکنیم. او کما قال صلی الله علیه و سلم. دو بار نماز رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگیشون قضا کردن، چون که در سیرت ثابت شده. یکی نماز صبح است که در وقت جنگ بوده، در یک غزوه بوده. یکی هم نماز ظهر و عصر است که اونم در جنگ بوده. این برادری که خواب میکردید در کدام جنگ بوده؟ این جنگ با شکم، جنگ با دنیا، جنگ با چی؟ عمدن نماز رو. بعد بعضیا واقعا این مشکل است. یعنی شب فیلم نگاه میکنه، تا ساعت دیر وقت شب در سوشال میدیا میچرخه، یا مثلا با دوستانش میره گردش میره، شب دیر میخوابه، طبعا نماز صبح بیدار نمیشه.
باور کنید کسی که ساعت 10 11 شب حداقل 10 الی 11 شب بخوابه، یعنی نماز صبح با اولین زنگ تلفن، امروز تلفن‌ها همه چیز دارن، الارم دارن، میتونید بگذارید، ساعت‌های دستی هم داره، حتی بعضی از خطای تلفن ثابت در خونه ها داره. پروگرام میکنید وقت نماز بهتون زنگ میزنه. بعضی شرکت ها دارن این خدمات رو. پس هیچ عذری ندارد کسی که نماز صبح رو دائما قضا میکند. هیچ عذری ندارد و هیچ عذری پذیرفته نمی شود کسی که همیشه نماز صبح را قضا می کند. و این مشکل خیلی بزرگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کسی که صدای اذان را بشنود فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، کسی که صدا را میشنود وقتی اذان، یعنی منظور از صدا را میشنود به معنی این است که در منطقه‌ای که اون است وقت نماز شده است. یعنی شرط این نیست که هر کس باید صدای اذان را بشنود. امروز مردم در آپارتمان‌ها زندگی میکنن، مساجد دور است، سر و صدا و شلوغی شهر، خیلی مردم نمیشنوند. منظور از شنیدن این است که یعنی در منطقه‌ای که وقت نماز شود و کسی نماز نخواند الا به عذر. و اینجا این حدیث در مورد نماز جماعت است. این دوستان عزیز چقدر سخت است. یعنی نماز جماعت حاضر نشود مگر به عذر، نماز او پذیرفته نمی شود. فلا صلاة له الا به عذر. اینی که نماز صبح رو هر روز قضا می کند و ساعت 7-8 صبح بلند می شود می خواند، لا صلاة له، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که نماز این قبول نیست. او فکر میکنه نماز خوانده اما نمازش قبول نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهد و پیمانی که بین ما و اونها هست نماز است. کسی که نماز را ترک میکنه کافر است. ما سوره‌ای که همیشه در آخر قرآن، سوره قصار سوار است، همیشه در نماز شاید همه‌تان بخوانید. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. نگفته وای به حال کسایی که نماز نمیخوانند، گفته وای به حال کسایی که نماز میخوانند. الذین هم عن صلاتهم ساهون، که در نماز خود سهلنگارند. یعنی چی؟ یکی میخوانه یکی نمیخوانه، یکی زود میخوانه یکی دیر میخوانه، یکی اول وقت میخوانه یکی آخر وقت میخوانه، هر وقت کیفش برابر شد میخوانه. اینطوری نیست. عبادت علی کیف من و شما نیست. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزار. کدام نمازگزار یا رب؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که در نمازشان سهلنگارند. بعد جناب دوست شما نمیدارم مفتی است، شیخ الاسلام است، ملا هست، دام الله هست، چی است که هر وقت که اول وقت داره و آخر وقت داره و از نماز ظهر تا کی است و نماز عصر تا کی است. بله حرفش درست، ما اول وقت داریم آخر وقت داریم، اما در بعضی نمازها ما اول وقت آخر وقت نداریم. نماز صبح متصل بعد از نماز صبح نماز خوانده نمیشه تا وقتی که آفتاب طلوع بکنه، وقت ممنوع است. شما نماز صبح رو که خواندید، به مجردی که نماز صبحتون خواستن در کشورهایی که بر اساس مذهب حنفی خوانده بشود، چون اول وقت و آخر وقت نماز صبح فاصلش تقریبا حدود 20-25 دقیقه، نیم ساعت است. یعنی وقتی شما بر اساس مذهب حنبلی اگر نماز بخوانید، تا طلوع آفتاب شاید یک 15 دقیقه 20 دقیقه مانده باشه. بر اساس مذهب حنفی که نماز سلام داد، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، 5 دقیقه بعد نماز صبح قضا میشه. متوجه شدید؟ و بعد از این که آفتاب طلوع کرد، نماز، یعنی بعد از نماز صبح تا وقت طلوع آفتاب، تا یک نیزه آفتاب بلند شدن، این وقت ممنوع است. نماز خواندن ممنوع است در حدیث. دیگر وقت ممنوع که است؟ اذان مغرب داده شد، به مجردی که اذان داده شد
اول وقت و آخر وقت نماز مغرب 10 دقیقه وقت دارد. یعنی آفتاب که کاملا غروب کرد نماز مغرب قضا می شود. الان ببینید مثلا در مساجد احناف عموما اذان که داد، اذان مغرب رو، نماز رو در اول وقت میخوانن مغرب. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله که گفت امام بلند میشه الله اکبر، نماز جماعت رو میخوانه. در مساجد شافعی و حنبلی اگر متوجه شده باشید 10 دقیقه صبر میکنن. پس اول وقت تا آخر وقت نماز مغرب 10 دقیقه است، بعد از اون قضا میشه نماز مغرب. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جبرئیل آمد و همه نمازها رو اول وقت و آخر وقت، اول وقت و آخر وقت خواند امرای پیامبر صلی الله علیه و سلم. به خاطر چی؟ به خاطری که نشان بدهد به پیامبر صلی الله علیه و سلم که این نماز اینجا اول وقت است، اینجا آخر وقت است. اما این جناب مفتی تو که یعنی از این حدیث پیامبر بعضی متاسفانه وقتی که میارن از اینترنت حدیث میخوانن یا کتاب حدیث رو میگیرن بدون شیخ و بدون یک عالم و بدون استاد میخوانن، دچار همین مشکل میشن. یکی از علما میگفت که من کان شیخه کتابه فقط ضل و اضل، کسی که شیخش کتابش باشه هم گمراه میشه هم مردم رو گمراه میکنه. اونجا که پیامبر میفرمایند اول وقت تا آخر وقت، جبرئیل آمد که اول وقت تا آخر وقت رو به پیامبر نشون بده، نه اینکه شما بیاید اول وقت تا آخر وقت برای خودتون وقت تعیین بکنید. خب حکمت از اول وقت تا آخر وقت چی است؟ بعضی از نمازها اول وقت تا آخر وقتش فاصله زیاد است. مثلا نماز ظهر اگر ساعت 12:30 یا 1 اذان ظهر داده شد، 15-20 دقیقه بعد وقت نماز هست، نماز خوانده میشه. بعد از اون شما میتوانید تا نزدیک نماز عصر، حدود نیم ساعت تا نماز عصر مانده، شما نماز رو بخوانید. در بعضی کشورها نماز عصر مثلا ساعت 6 عصر اذان میده، یعنی اگر یه ساعت 1 نماز ظهر رو خوانده باشید، 2 3 4 5 6 5 ساعت شما وقت دارید که نماز ظهر رو بخوانید. نماز عصر که خوانده شد در اول وقت میخوانند، درست؟ مذهب حنفی یک کمی به تأخیر میندازند. به طور مثال شما در شهر مسکو هستید، بر اساس مذهب حنفی اگر نماز عصر ساعت 5 باشد، بر اساس مذهب حنبلی ساعت 4:30 است. نیم ساعت بینشون وقت است. حتی اینو اگر در برنامه هایی که اوقات نماز و این چیزا رو تعیین میکنه در اونجا نگاه بکنید، نوشته است وقت نماز عصر بر اساس کدام مذهب حنفی یا مذهب شافعی مالک حنبلی، وقتی نیم ساعت 45 دقیقه بینشون وقت است. چرا؟ احناف به این عقیده هستن که نماز عصر رو وقتی خوانده بشه که یک کمی هوا خنک شده باشه. این آخر وقت است. نماز عصر رو در مذهب حنبلی در اول وقت خوانده میشه، فرق نمیکنه که هوا خنک بشه یا نشه. خب وقت این بسیار کم است. بعد از نماز عصر که امام گفت السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، بعد از اون دیگه نماز عصر در وقت ممنوع داخل میشه. متوجه هستید؟ خاصتا در کسی که بر اساس مذهب حنفی نماز میخوانه نماز عصر رو، بعد از نماز عصر وقت ممنوع است. دیگه شما نمیتونید بقیه نمازها رو الا کسی که نماز عصر رو نخونده باشه، مجبوری باشه، سفر باشه، کار داشته باشه، عذری داشته باشه، تا تقریبا یعنی هنوز قرمز نشده باشه، هنوز وقت نماز مغرب داخل نشده باشه، مجبوری میتونه بخونه، نه به عنوان عادت، مجبور، عذر. فرزندش مریض است، برد بیمارستان، در قسمت امرجنسی بود، نماز عصر 2 ساعت 3 ساعت گذشت، نزدیک مغرب شد، بله این انسان میتونه بخونه. اما نه که تو بخواب بعد از خواب بلند شو بگو والا من آخر وقت میخوانم. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که این الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. من این آیه رو برای شما بیارم. دوستان عزیز، سوره نساء آیه 103 الله سبحانه و تعالی میفرماید این الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز در سر وقت
در اوقات معین بر مؤمنین فرض شده است و این اوقات معین رو الله و رسول تعیین میکنه، نه اینکه هر کس بر اساس هوا و هوس خودش تعیین بکنه. پس دوستان این مسئله رو بهش دقت بکنن و حتما توجه داشته باشن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک دو سوال داشتم. بفرمایید. اولین سوالی من همین که فرزند نوزاد میشه میگن باید عقیقه کنین تا چه قدر وقت باید که همون عقیقه بجا بیاید؟ تا 7 روز. یعنی عادتا سنت این است که تا 7 روز در افروزگی عقیقه بکنن. درست؟ اگر نکرد، اگر گذشت، هر وقتی که بکنن، در بعضی روایات میاد که حتی اگر انسان بزرگم شده باشه بعد براش عقیقه بکنن. مثلا یک پدری حکم عقیقه رو نمیفهمید، فرزندش بزرگ شد، 10 ساله شد، 15 ساله شد، 20 ساله شد، این عقیقه در گردنش هست، میگن باید بکنه. بسیار خوب. فرزند دختر میگن 2 تا گوسفند، پسر 1 تا، درسته؟ پسر 2 تا، دختر 1. بسیار خوب. از سوال دوم درباره تربیه نفس میگفته. بسیاری برادران ما، بسیاری انسان‌هایی که به گمراهی میروند که به خطا دست میزنن، همش از روی نفس است. البته همین بینندگان ما ببینن باید چگونه نفس رو تربیه کرد، همین رو یک درباره‌اش صحبت می‌کنیم. چشم. جزاک الله خیر. خدا حافظ. زنده باشید. سلامت باشید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید، تزکیه نفس یکی از اهدافی که الله سبحانه و تعالی دین اسلام رو برای ما فرستاد، تزکیه نفوس بشریت است. ما مثلا در قرآن کریم داریم قد افلح من زکاها و قد خاب من دثاها. این رو در قرآن کریم من برای شما بیارم. در سوره شمس هست دوستان عزیز. الله سبحانه و تعالی در مورد نفس میگه و نفس و ما سواها. نفس و نفس چی است؟ نفس، الله سبحانه و تعالی انسان رو متمایز قرار داده است از بقیه موجودات. مثلا ملائکه نفس ندارن. ملائکه هرچی که الله سبحانه و تعالی امر بکنه یفعلون ما یؤمرون هستن. یعنی الله بگه بشینید میشینن، بگید انجام بده انجام میده، یعنی خودش اختیاری نداره. الله سبحانه و تعالی انسان رو، در وجود انسان نفس رو قرار داده. نفس که تابع روح انسان هست و یک نوع اختیاری است که الله سبحانه و تعالی به انسان داده. فرق بین انسان و بقیه موجودات و اینکه انسان اشرف مخلوقات میشه در همین است که الله سبحانه و تعالی به ما اختیار داده. می توانیم راه خوب رو، راه بد رو از هم تشخیص بدهیم. الله سبحانه و تعالی در وجود ما نفس را قرار داده و نفس و ما سواها، و سوگند به جان، یعنی به جان انسان، به نفس انسان، با آن که آن را آفرید. الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنه فالهمها فجورها و تقواها. در داخل این نفس هم پرهیزگاری رو گذاشت، هم بدیها رو گذاشت. بعد الله سبحانه و تعالی به ما عقل داد، شعور داد، فطرت داد، پیامبران رو فرستاد، کتب آسمانی رو فرستاد تا که ما اینها رو از هم چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم. به ما چشم داد، گوش داد، به ما فهم داد، دانش داد. مثلا بیایید در سوره انسان الله سبحانه و تعالی
این رو خیلی زیبا برای ما بیان می کند که الله سبحانه و تعالی ما رو وقتی که مورد محاسبه قرار می دهد بدون دلیل نیست. الله سبحانه و تعالی می فرماید، دوستان نشون میدن، ان خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، من نطفه امشاج نبتلی، از یک نطفه زن و مرد، نطفه مکس زن و مرد، نبتلی مورد آزمایش قرار میدیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، او را شنوا و بینا قرار دادیم. مثلا گوش داده به شما، یک عالمی دعوتگری میگه که دزدی حرام است، حق مردم رو خوردن حرام است، زنا حرام است، شراب حرام است، تو با این گوشت میشنوی. وقتی که با این گوش، چرا وقتی که قرآن میشنوید، حرفای خوب میشنوید، احساس آرامش میکنید؟ چون همون نفس پاک انسان، فطرت سالم انسان، این چیزها رو دوست داره. گناه میکنی، معصیت میکنی، لذت میبری، اما در آخر پشیمان میشی. هیچ کس از زنا لذت نمیبره تا آخر، هیچ کس از شراب لذت نمیبره تا آخر، هیچ کس از دزدی همیشه با یک مردم چی میگن؟ ما میگیم گناه، معصیت، و کسایی که دین ندارن چی میگن؟ عذاب وجدان. همون است، عذاب وجدان همون نفس و فطرت سالم انسان است که انسان رو بیقرار میکنه. چون در روز ازل الله سبحانه و تعالی انسان رو با فطرت سالم آفریده است. بعد از او چی میگه؟ فجعلناه سمیعا بصیرا، او را شنوای بینا قرار دادیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه رو براش نشان دادیم. پیامبر آمد، قرآن آمد، کتاب‌های آسمانی آمد، راه رو براش نشان دادیم. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اگر کفر ورزیدی، حرف حق رو قبول نکردی، اونجا جهنم است، غل است، زنجیر است، آتش است، عذاب است. اما اگر از عقلت، از شعورت، از بینایی و از شنواییت استفاده کردی، راه درست رو انتخاب کردی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کسانی که نفس اماره به سو رو قبول نکردن، فطرت سالم رو قبول کردن، تعدی نکردن، تجاوز نکردن، گناه نکردن، برای اونها چی است؟ نوشیدنی های گوارا هست با طعم کافور. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمایی که بندگان خاص الله از آن می نوشند، هر وقت و هر جا بخوان برای اونها جاری می شود. و بعد این بندگان خوب خدا چه صفت‌هایی دارن؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، نیت کردن ادا میکنن، از روزی میترسن که عذاب او روز فراگیر است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و انسانهای یتیم، اسیر، مسکین، مستمندان را کمک میکنن، غذا میدن. به خاطر چی؟ به خاطر الله سبحانه و تعالی. انما نطعمکم لوجه الله، و به خاطر الله به شما این کمک رو میکنیم. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما توقع نداریم که شما بگید دست شما درد نکنه، تشکر، رحمت. نه، ما پاداشمان را از الله میگیریم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، از الله میترسیم، از روزی میترسیم که او روز سیاه است، او روز تاریک است، روز قیامت است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا، الله متعال اینها رو از شر آن روز نجات میدهد. از او روز اینها رو از شر مشکلات، سختی های او روز اینها رو دور میکند و نگه میدارد و حفظ میکند و با آنها شادمانی و سرور میبخشد. پس الله سبحانه و تعالی این نفسی رو که در وجود ما قرار داده، در این چیکار کرده؟ فالهمها فجورها و تقواها، فجور رو، فسق و گناه رو هم گذاشته، خوبی ها و نیکی ها رو هم گذاشته، و تو رو تشویق نکرده که بری بدی ها رو انجام بدی. تو رو اختیار داده، گوش، چشم، بینی، عقل، همه این نعمت هایی که به تو داده به خاطر چی است؟ که تو انتخاب بکنی. قد افلح من زکاها، رستگار میشه کسی که چی کنه؟ به طرف پاکی گرایش پیدا بکنه، به طرف خوبی ها گرایش پیدا بکنه. تزکیه نفس یعنی پاک کردن نفس. چرا میگن زکات مال را بدهید؟ یعنی قسمتی از مالتون رو شما به مستمندان میدید، مالتون رو پاک میکنید. اگر همین رو ندهید، مال شما به اصطلاح زکاتش پرداخته نشده باشد، این مال کثیف است، این مال نجس است. نه نجاست ظاهری، این مال برکت نیست در او.
طرف به خاطری که چرا 2.5% رو به مستمندان زکات بدم، میگه چون من خودم خرجش میکنم، زکات نمیده. فردا چی میشه؟ بچهش مریض میشه، میره در بیمارستان، 10 برابر اون زکاتی رو که قرار بود به یک مستمند و فقیر بده میده به بیمارستان. زکات یعنی چی؟ تزکیه یعنی چی؟ پاک کردن. این نفس رو چطور پاک میکنی؟ قد افلح من زکاها. کسی پاک میکنه که از گناه دوری بکنه. از گناه دوری کردی، نفست پاک میشه. و قد خاب من دساها. و هر کسی که نفس خودش رو با گناه آلوده بکنه و به طرف گناه بره، به فرموده های الله و رسول و انسانهای صالح گوش نده، این چی میشه؟ زیانکار میشه. قد خواب من دساها. زیانکار میشه، زیان در دنیا و آخرت. بعضی‌ها رو شما فکر با یک صحبت میکرد، والا میگه من کفاری که هستن در ناز و نعمت زندگی میکنن، پول دارن، امکانات دارن، تکنولوژی دارن. بله، یکی از کشورهایی که پیشرفته ترین تکنولوژی رو داره، پیشرفته ترین وسایل رو داره در دنیا سرآمد است، ژاپن است. همه بدون شک همه قبول دارید. بالاترین سطح خودکشی هم در دنیا در ژاپن است. اگر مال و تکنولوژی خوشبختی می آورد، بعد مردم ژاپن خوشبخت ترین مردم دنیا می بودن. اما چرا بالاترین سطح خودکشی در ژاپن است؟ ببینید، گاهی اوقات در یک ده، در یک روستا، در یک قریه دور افتاده، یک انسانی که با نان بخورنمیر روزش زندگی میکنه شاید خیلی خوشبخت‌تر، احساس خوشبختی بیشتر بکنه از اون کسی که در قصر زندگی میکنه که حتی توالت‌هاش هم با طلا فرش کردن. چون خوشبختی و سعادت در مال و دارایی و تکنولوژی و اینا نیست. و ما طرفدار اینم نیستیم که نه به دنبال مال دنیا نگردید، سعادت و خوشبختی در فقر است. نه، این نیست. کار کن، زحمت بکش، مال دنیا رو به دست بیار. مال دنیا رو در راه سعادت و رستگاریت خرج بکن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. چون که اطمینان، راحتی دل انسان با چی به دست میاد؟ با ذکر الله سبحانه و تعالی. ما یکی غذای جسم داریم، یکی غذای روح داریم. غذای جسم ما همین غذایی است که ما میخوریم، سبزیجات، گوشت، مرغ، میوه‌جات، اینایی که در همه میخورن، حلالش. غذای روح ما چی است؟ نیکوکاری، کمک به مستمندان، ذکر، عبادت. ببین شما مثلا میری به یک فقیری، به یک مستمندی، حتی کوچه داری میری همینطور به یک نفر یک کمکی میکنی، مالشو مثلا سنگین است به امراش کمک میکنی، محتاج است، یکی نیاز به غذا داره بهش غذا میدی، چه آرامش عجیبی در درون خودت احساس میکنی. این همون آرامشی است که الله سبحانه و تعالی توسط اعمال نیک و شایسته و عبادت، چون این کاری که تو کردی عبادت است، و الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله سبحانه و تعالی، با عبادت الله سبحانه و تعالی دلهای ما آرام میگیره. اما که انسانی که گناه میکنه، هر گناهی در حدیث میگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر گناهی یک نقطه سیاه در دل انسان ایجاد میکنه. 2 گناه 2 نقطه، 3 گناه 3 نقطه، 10 گناه 10 نقطه. بعد دل انسان رو زنگار میگیره. ما در قرآن کریم داریم میگه بل ران علی قلوبهم، بلکه قلبهایشان را زنگار گرفته است. اینقدر گناه میکنه که قلب انسان رو چی میگیره؟ مانند یک آهنی که زنگ زده باشه. یک لیوانی هست، مثلا لیوان آهنی است، صیقل داده شده، پاک تمیز است، باهاش میگیری آب میخوری. همین لیوان رو در یک جای نمناک یک مدتی بذار، زنگ میزنه. زنگ که زد، شما وقتی که بخواید با این آب صاف بنوشی لذت نداره برات. بوی زنگ، بوی آهن، کیف نمی کنی، لذت نمیبری. دلی که، قلبی که، انسانی، نفسی که زنگار گرفته باشه با گناه، با معصیت و توبه نکرده باشه، به خاطر همون از لذت‌های روحانی و ایمانی اصلا نمیتونه استفاده بکنه، چون که لذت نمیبره. چرا لذت نمیبره؟
چون که همه این زنگاری که در دلش هست مانع از رسیدن لذت اون خوبی ها به روح و روان این انسان میشه. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از یاد الله سبحانه و تعالی غافل میشه زندگیش تنگ و تاریک و چی میگن امروز؟ بعد چی میگن؟ والله استرس داره طرف، اضطراب داره طرف. 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابهشون در شعب ابی طالب نه غذا، نه کسی بهشون کمک میکرد، نه کسی باشون ازدواج میکرد. یک از اونا استرس نگرفت. چرا؟ چون که ایمان داشتن. امروز طرف در ناز و نعمت زندگی میکنه، استرس داره. چرا استرس داره؟ چون که از یاد الله غافل است، چون که از ذکر الله غافل است، چون که نفسش رو تزکیه نکرده، چون که قلبش رو زنگار گرفته. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رحمت و درود خدا بر شما و همسال شما برای نمودن های حق بود. سلامت باشید برادر عزیز و بر شما. سلامت باشه. استاد عزیز، همه منطق کجاست که همه مدعیان اهل بیت که بیشترین ادعا میکنن که وای پیروان اهل بیت هستن، همزمان با پیامبر صلی الله علیه و آله هم توهین به ناموسی و غیرتی میکنن و مادر مؤمنان عایشه رضی الله تعالی خب حق گپ نامناسب میزنن. خب چرا اینها چه کسانی هستند این رافضی ها؟ ما چگونه از شر این رافضی ها خلاص شیم؟ همه علاقه به همه بچه های تاجیک ما را چندین نفراش رافضی کرده که بسیار رافضیگری در همه وطن ما مثال در شبکه های اجتماعی مردم بچه های جاش مثال و سویم رافضیگری دعوت کرده شدیم. خب این بسیار عاقبت مثال ناخوش داره برای مردم ملت تاجیکستان. مثال حدیث ها هم میبیارن، اولش هم میخونن، آخرش هم میخونن، مبینش هم میخونن، جای اساسیش هم میخونن چیزی که در خوشون در کار مثال همون چیزا را وای میکنن، پیشنهاد میکنن که ببینه که مثال علمای شما صحیح بخاری، خب امام مسلم، امام ترمذی مثال کافر گفتن مثال حضرت کیرا معاویه را آشکار کردگیان لعنه. مثال همه از شر همینا ما چخیل خلاص شیم؟ همین رافضی های بدبخت که از بچه های جوان های تاجیکستان طرف خودشون کشیده و سودیان همین را کمتر شرح میداده. چشم، حتما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا برادر عزیز بزرگوار، اینکه اینا از بین نمیرن، اینا تا روز قیامت هستن. اینها تا روز قیامت هستن. این جنگ بین حق و باطل تا روز قیامت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که میگن که تا گروهی از امت من هستند که حق رو ظاهر میکنن، با دشمنان میجنگند و از ملامت هیچ ملامتگری هم نمیترسن و پرچم توحید رو بلند میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف که یا رسول الله اینا در کجا هستن؟ گفتن فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. این به این معنی است که تا روز قیامت، تا لحظه ای که قیامت هم میشه، گروهی از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم با دشمنان دین درگیر هستن و این درگیری حق و باطل الله سبحانه و تعالی در یک آیه میگه که اگر خدا میخواست همه شما رو مسلمان قرار میداد، پس ابتلا و امتحان چی میشد؟ دیگه دنیا گل و گلستان بود، دنیا میشد جنت. اگر که همه، یعنی مثل این است که در یک کلاسی هستین شما، همه 30-40 نفر شاگرد است، همه اینها کامیاب باشن، همه نمره 100 بگیرن، همه برن دکتر و مهندس بشن، همه برن خلبان بشن، همه برن مناصب عالی بگیرن. همچین چیز امکان داره؟ همچین چیزی وقتی که در یک کلاس درس امکان نداره، چون هر کس به اندازه علمش، دانشش، سعیش، تلاشش پاداش میگیره.
شمایی که مثلا شب و روز درس خواندی و اونی که شب و روز رفته فوتبال بازی کرده، گیم بازی کرده، بازیگوشی کرده، آخر سال هر دو تا شما 100 بگیرین، این ظلم است. بشر هم اینطوری است. یکی زحمت کشیده، تلاش کرده، عبادت کرده، یکی نه، فسق و فجور و منکرات انجام داده. هر دو اینا برن به بهشت امکان نداره. پس این جنگ حق و باطل تا قیامت هست. چرا گاهی اوقات باطل میاد در صدر، باطل میاد صداش بلند میشه، باطل میاد؟ مثلا امروز روافض بیش از 128 کانال فقط به زبان فارسی دارن. هر استان برای خودش یک کانال، بعد کانال های زیادی، من امام حسین و زهرا و رضا و مهدی و نمیدونم ولی عصر و ولی فلان و ولی شیطان و خلاصه 128 کانال. احصایه‌ای که من آماده کردم 128 کانال داره اینا و 10,000 وبسایت، هزاران نمیدونم مؤسسه ها، برنامه ها، اپلیکیشن ها، یعنی تا دلتون بخواد. چرا امروز صدای اونها بلند است؟ آیا بودن این همه کانال ها، این همه فعالیت ها دلالت بر حق بودنشان هست؟ نه. ما در قرآن کریم فقط یک سرچ کوتاه براتون بزنم. ببینید دوستان نشون بدن. بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر انسان ها ایمان نمی آورند. اکثر الناس لا یشکرون، اکثر انسان ها شکرگزار نیستند. و اکثرهم فاسقون، اکثرشان فاسقین هستند. در جای دیگه و اکثرهم فاسقون و اکثرهم لا یعقلون، اکثرشان بیعقل هستند. اکثرهم لا یعلمون، اکثرشان نمیدانند. اکثرهم یجهلون، اکثرشان جاهل هستند. یعنی ببینید چقدر اکثرهم فاسقون، اکثرهم لا یشکرون، اکثر الناس لا یعلمون، اکثرهم کافرون. پس ببینید اینکه اونها اکثریت باشن در رسانه ها و در کتاب ها و در شما ببینید الان در مقابل 128 کانالی که با بودجه نفت ایران از جیب ملت ایران تمویل میشه و این کانال ها 24 ساعت در کانال یک، کانال رسمیشون دیدید که به حضرت ابوبکر صدیق چگونه لعنت فرستاد. این کانال دولتی است. برید کانال غیر دولتی رو ببینید که چی میگن در اونجا. بر صورت اینها امکانات دنیوی دارن و در مقابل مثلا شما ببینید اهل سنت چند تا کانال داره. نور از کلمه است، 2 کانال ماهواره‌ای است و بقیه کانال هایی که مثل ما مثلا کانال یوتیوبی هستیم. چند تا کانال هست مثل این کانال ها از اهل سنت؟ اصلا به زبان تاجیکی مثلا الان چند تا کانال داریم ما به زبان تاجیکی احکام دین رو بیان بکنه برای مردم؟ هیچی نیست. 1-2 تا دعوتگرانی هستن که به اندازه استطاعتشون دارن فعالیت میکنن. الله تعالی خیر نصیبشون بکنه. امروز اگر باطل آمده داره در مقام بالا قرار گرفته، داره حرف میزنه، داره تحدی میکنه، دلیلش این است برادر عزیز که دعوتگران ما، علمای ما ساکتن. دلیلش این است که ما کم کار کردیم. باور کنید ما وصال حق شروع شد، همه کانال ها اینا خفه شده بودن، دم از وحدت میزدن. بیایید وحدت بکنیم، بیایید توهین نکنیم، بیایید اهانت نکنیم. چرا؟ چون در مقابلش یک کانال قوی بود که جواب میداد. اینها شما یک کانال بر حق اگر در مقابل اینا بیسته، ببینید که با همه امکاناتشون با او مبارزه میکنن. دوستان ما را شهید کردن، زندان کردن، کسی که به ما زنگ میزد زندان میشد، کسی که به ما تماس میگرفت اذیتش میکردن، علمایی که ما کلیپاشون رو حتی بدون اجازه اونها پخش کرده بودیم بردن در استخباراتشون اذیتشون کردن، شکنجهشون کردن، زندانشون کردن. چرا؟ از یک کانالی با اون امکاناتی که یعنی به اندازه استطاعتشون بود اینا انقدر ترس و واهمه داشتن. چرا؟ چون حق بود. یک نفر حق بگه در مقابل باطل، باور بکنید که یک عالم حقگو کافی است که 1,000,000 عالم
که در کنار باطل و ظلم و عصیان به ایسته رو میتونه ساکت بکنه. یک عالم. و متاسفانه این جرأت رو علما و دعوتگران ما ندارن. همین مشکل تاجیکستان رو که دوست عزیزم فرمودن، علما داریم، علما و دعوتگران در همین افغانستان. الان هم که حکومت امارت اسلامی است و طالبان است و شریعت است و دین است و حمامه است و عبا و قبا است، به یکیش بلند شه بر علیه ایران یک کلمه گپ بزنه، اولا اون امارت اسلامی میه ساکتش میکنه. چرا؟ چون امارت اسلامی از ایران میترسه. امارت اسلامی شاید یک داد و ستد تجارتی داشته باشه و بعضی معاملات پنهانی داشته باشه، بعضی قراردادایی باشون دارن. همین امارت اسلامی، همین اهل سنت خودمون، علمای خودمون. امروز حرف حق رو بر علیه ایران کسی میتونه در داخل افغانستان بزنه؟ نه اخوت و برادری است و فلان است. ما با همین کارمون اهل سنت نابود شدن، با همین کارمون اهل سنت دارن تضعیف میشن. چرا؟ مصلحت اندیشی. چرا؟ ترس. عالم از علمای بزرگ افغانستان، چرا شما در مورد همین مسائل صحبت نمی کنید؟ والله ایران است، نمیدونید در اونجا میزنن میکشن، زن و بچه ما اونجاست، نمیدونم کار مسجد فلان این اون. اگر پیامبر از ترس جان دعوت نمی کرد دین به تو میرسید؟ صحابه از اگر ترس جان این فتوحات رو انجام نمیدادن، دین رو به تو به افغانستان تاجیکستان نمیرساندن، تو امروز مسلمان بودی یا هنوز به یک شعله آتش سجده میکردی در همونجا؟ به خاطر دین، به خاطر اعلای کلمت الله انسان باید از جانش بگذره. الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله کافی نیست برای ما که به خاطر دینش زحمت بکشیم؟ عالم شیخ الاسلام، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث چی میگه؟ والا میکشن، ترور میکنن. زدم به پیشانی، گفتم تو دلم به چیز نگفتم، ببین از برای خدا این شیخ ماست، این عالم دین ماست. این عالم ما نخوانده که در قرآن میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچ چیز نمیرسه مگر آنچه که الله برای ما تقدیر کرده باشه؟ مگر این در قرآن نخوانده که میگه یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده؟ در برج‌های محفوظ و پنهانم که باشید، مرگتان که بیاد همونجا میرسه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجلشون که اومد یک لحظه دیر زود نمیشه. من در یک برنامه گفتم خدمت شما عزیزان، تازه شروع کرده بودیم برنامه رو، یکی از علمای خیلی فاضل، الله متعالفش بکنه، اومد انصاری صاحب شما رو بخدا نکنید این کار رو، میکشن 6 ماه دوام نمی کنید، خود میکشن. الحمدلله از اون روز تا این رو 15 سال شده و روزی که اجلمان آمده باشه، روزی که اون ساعت و اون ثانیه تموم بشه، نه ترس ما رو نجات میده، نه پلیس ما رو نجات میده، نه پول ما رو نجات میده، نه ماشین ضد گلوله ما رو نجات میده، نه هیچ چیز انسان رو نجات نمیده. اجل آمد همونجا، همون لحظه تمام است انسان. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این همه داملاها، این همه ملاها در تاجیکستان چرا بر علیه شیعه صحبت نمی کنن؟ چرا بر علیه روافض حرف نمی زنن؟ می ترسن. من یک نمونه خدمت شما عرض بکنم. الان بعد از شهادت ایشان، این رو میگم تا حالا به کسی هم نگفتم، دکتر ایاز نیازی رحمت الله علیه یکی از علمای برجسته افغانستان است، همه افغان‌ها رو میشناسن. 3-4 سال قبل از شهادتش، 4 سال تقریبا یا 5 سال قبل از شهادتش عمره آمده بود. به من زنگ زد، گفت که با همون لهجه شیرین خودش گفت استاد میخوایم خودت را تنها ببینم، میخوام تنها خودت رو ببینم. گفتم چشم شیخ حتما میام. گفتم یک برادر دیگه است فلانی، اونم بیاد با من، حالا اسم اونو ذکر نمی کنم. گفت اون مشکلی نیست، گفت بیایید.
رفتیم در هتل محل اقامتش 2 به 2 نشستیم. تا ما را دید شروع کرد به تعریف و تمجید. الله شما را خیر بدهد، الله شما را حفظ بکند، الله شما. گفت شما بار سنگینی را از شانه های ما برداشتید، حرفهایی رو که ما نمی توانستیم بگوییم شما گفتید. الله به شما خیر بدهد، الله شما را حفظ بکند. انقدر دعا کرد، انقدر تشویق کرد این انسان. ما تصور ما از دکتر ایاز نیازی رحمت الله علیه چی بود؟ که یک انسانی که داره میترسه، از شیعه میترسه، از ایران میترسه، حرف حق رو نمیگه، اصلا به این چیزا اعتقاد نداره. تصور ما این بود. شاید تا الان هم خیلی از جوانان اهل سنت در افغانستان به این اعتقاد باشن که دکتر ایاز نیازی یعنی حق رو نمیگفت یا فلان از این حرفا. اما این شخص چشمانش پر از اشک شد. گفت دل ما به کفیدن رسیده بود. این یک اصطلاح افغانی است. میگفت حیران مانده بودیم چطور ما جلوی اینها رو بگیریم، چطور دهنمان رو باز بکنیم. گفت برادر نمیفهمید شما در امنیت اینا هستن، در پلیس اینا هستن، در ایام جمهوری بود، در استخبارات اینا هستن، به نام طالب اینا کار میکنن، به نام داعش اینا کار میکنن. یک عالم سنی صداشو بلند بکنه صدای رو خاموش میکنن و ما از ترس جانمان نمیتوانیم چیزی بگیم. خیلی یعنی من همینطور مانده بودم که این دکتر نیازی که ما تصور میکردیم این بیچاره دلش از ما کرده به اصطلاح پرتر است. خب بعضیاشون عذر داشتن، شاید مثل دکتر نیازی رحمت الله علیه به خاطر اینکه مصلحت جامعه بود، دانشگاه بود، مسجد بود، دروس بود، خدمات دعوی که انجام میدادن، به خاطر یک صحبت بر علیه شیعه نمیخواست همه این چیزها را از دست بده. اما بقیه چرا؟ دیگران چرا ساکتن؟ سکوت شما سبب میشه که باطل فکر بکنه که اونا بر حق هستن. عقب نشینی من و تو سبب میشه که باطل بیاد در میدان و جولان بده. برادر من، خواهر من، دوستان و عزیزان ما رو گمراه بکنن. و من حرفی رو که زدم باز هم تکرار میکنم. این رو تقریباً 17-18 سال پیش گفتم. حدود 15 سال پیش در برنامه وصال گفتم. در سونی نیوز گفتیم. در کتاب‌ها مقالات گفتیم. اگر در جایی اینها به قدرت برسن، والله و بالله و تالله که به تو ملایی که به شیعه چیزی نگفتی، ساکت شدی، مصلحت اندیشی کردی، به تو هم رحم نمی کنن. به نیازی رحم کردن، به مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه رحم کردن، به حیات الدین صاحبی صوفی رحم کردن رحمه الله. به هیچ کس رحم نمی کنن. برای اونها اخوانی و سلفی و صوفی و حنفی همش یکی است، همش سنی است. دیدید که روایتشون همه حرامزاده، به نظر اونها همه حرامزاده هستن. کشتن همه ثواب داره، همه رو کشتن. در عراق نکردن؟ همین علمای عراق که اینقدر اخواننا شیعه، برادران شیعه چی شد آخر؟ روزی که شیعه به قدرت رسید یکیش هم زنده نذاشتن. در یک سال بیش از 700-800 تا امام مسجد و مؤذن و اینا سر بریدن. در سوریه نکردن؟ امامای مسجد رو می آوردن، ریشاشون رو همینطور میکندن با دست، همینطور ریشای مردم. کلیپاشو ما پخش کردیم، الان پخش کنیم چند لحظه بعد یوتیوب میبنده. در افغانستان وقتی که قدرت نظامی داشتن همین گروه های شیعه نکردن؟ سینه های زنها رو نبریدن؟ به سر مردم میخ نکفتن؟ ما یک زمان میگفتیم، مردم میگفتن که شما دروغ میگید، شما تهمت میبندید. یکی از فرماندهان خود حزب وحدت حدود 2-3 هفته پیش در مصاحبه‌ای که با یک ژورنالیست داشت خودش اعتراف کرد، گفت بله ما این کارا رو میکردیم. داد و بیدادشان در اومد. و من در یکی از برنامه‌ها گفتم امروز این از بین بردن ویزاها بین تاجیکستان و بین ایران و این زیاد شدن توریست‌های ایرانی در تاجیکستان، اینا همش برنامه است. ایران سوریه رو باخت، سوریه رو از دست داد، خاورمیانه رو از دست داد، حزب الله رو در لبنان از دست داد،
نه این که از دست داد، فروخت. یمن را از دست داد و عراق را هم داره از دست میده و باید نظام ایران یک جای دیگری از جهان اسلام را با آتش بکشه، یک جای دیگر جنگ و درگیری ایجاد بکنه و جایی رو که انتخاب کردن کجاست؟ تاجیکستان. به دولت تاجیکستان میگیم مواظب باشید، به ملت تاجیکستان میگیم مواظب باشید، به علمای تاجیکستان میگیم بیدار باشید. باور کنید بلایی رو که سر سوریه آوردن، من خوب یادم میاد که ملت سوریه در ناز و نعمت زندگی میکردن، با وجود همون دیکتاتور، با وجود همون ظلم و ستم. حرکت اقتصادی بود، تجارت بود، علم بود، دانش بود، با وجود همه ظلم هایی که حافظ الاسد میکرد. اما روزی که پای اینها رسید به سوریه، دیدید که چه حالتی را انداختن. به هیچ کس رحم ندارن و همون بلایی رو که سر عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان آوردن و یمن، همون بلا رو سر تاجیکستان و کشورهای آسیای میانم خواهند آورد. بعد ببینیم که وقت تورا جانزاده رو کی نجات میده، ایشان عبدالرحیم رو کی نجات میده. باور کنید همه رو از دم تیغ میگذارن، به هیچ کس رحم نمیکنن. همون عالما و دعوتگرانی که در افغانستان گفتن شیعیان برادران ما هستن، نکاح دختر سنی با شیعه هم جایز است، هرچه تنازلات دادن، همونا هم کشته شدن به دست شیعه، چون که به هیچ کس رحم نمیکنن، به هیچ کس. سلام علیکم برادر عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد فکر می‌کردم از من ناراحتین، تماسمو جواب نمیدین. به خدا یک ساعت میاد، تقریبا 40 دقیقه میشه دارم تماس میگیرم. استغفر الله، چرا ناراحت باشیم؟ قربان شما. من واقعا ببین جناب استاد، یک محبتی برادری خیلی نزدیک من با شما دارم جناب استاد. الله الان بخیر. میخوام امروز امشب یک موضوعی رو بگم جناب استاد. بفرمایید. شما من گفتین طلبه هستید. استاد بزرگوار، من تا جایی که یادم میاد 10 سال قبل بگم، تو 10 سال قبل یک روز هم نرفتم تو یک مدرسه بشینم و یک چیزی از زبانی که بشنم. من خودم استاد لیسانس اقتصاد دارم که همین سال قبل فارغ شدم. خب طالب علم هست دیگه. ببینید طالب علم به معنی نیست که پیش من طالب علم کسی که علوم شرعی خوانده باشه، کسی که علوم عصری خوانده باشه، سواد داشته باشه، طالب علم است. همه ما طالب علم هستیم. آره دیگه، همین منظور است. ولی گفتم اینو روشن کنم. من چه یک چیزم من به شما بگم، من در زندگی یک روز مدرسه نرفتم. این من هستید. یعنی این به این معنی نیست که وقتی ما مدرسه نرفتیم، تحصیلات دینی نداریم. مثلا رشته من ژورنالیسم است، یعنی من اصلا مدرسه‌ای نرفتم، دارالتحفیظی نرفتم، پیش یک ملای زانو نزدم، مثلا ملای سنتی. الحمدلله من مشایخ علمایی بودن که از اونا طلب علم کردیم، اما به شکل سنتی و کلاسیک مثلا مدرسه برو و مثلا چی، نه نبوده. لکن این به این معنی نیست که ما در مورد دین ما معلومات نداشته باشیم. مثلا شما در تاریخ اسلام، تاریخ مجد و عظمت اسلام رو ببینید. مثلا طرف طبیب است، معمار است، یا به اصطلاح امروزی مهندس است، لکن حافظ قرآن است، حافظ حدیث است. بله بدون شک. و جناب استاد، من 4 سال نه، زمانی که تازه طالبان اومدن رفتم به ایران و حدود 11 ماه رو تو ایران گذراندم و 6 ماه تو ترکیه بودم. و وقتی تو ایران رفتم دیدم اینا به حضرت عمر و ام المؤمنین و ابوبکر صدیق اینا توهین و فحش میدن. بله. دانشگاه افغانستان اومدم، دانشگاه رو تغییر کردم. یه سری دوستانی از ایران که کردم هستن، اونا با هم همکاری کردن. من چند تا پیج دارم الان که تقریبا 4 تا پیجه و از 1200 300 شروع میشه تا 6000 هم فالوور داره یک از پیجم. ماشاءالله. و اینجا شروع فعالیت کردم و از اینجا جناب استاد من فهمیدم خیلی چیزا فهمیدم. یعنی من یک چیزی رو به اسم امام پرستی فهمیدم. امام پرستی یک چیز خیلی اشتباه است. و در موضوع هفته قبل میخوام بگم، بله. یک اصطلاحی از استاد ببینم چیه که میگه آبادی بتخانه از و ایرانی ماست، همینجوری است. بله. استاد اشتباه نکنم؟ درست. و الان خب من تو جامعه افغانی زندگی میکنم، تو بیا الان تو مسجد ما، مثلا تو مسجد من مجبورم استاد لهجه ایرانی صحبت کنم، شما خودتون متوجه هستید. تو مسجد برو، مثلا معمولا ما 30-40 انقدر نماز گذاریم، تو هست همین 40 نفر ایستاده که بگو که تو
تو نماز تو مطابق کدوم روایت میکنی؟ والله بالله نمیفهمم. این بالا بودن اینا از نادانی ما هست استاد، از جهل ما هست. درست. صدا بگید ما اهل سنت و نمیدونم حنفی امام اعظم رحمه الله، درسته امام اعظم قبول داریم احترام داریم ولی امام پرستی نکنید عزیز من، امام پرستی نکنید. اتفاقا شما همینجا یادم کردید این برتری اونا که بالا میرن از جهل ما هست. درست. خیلی از جوانان، من الان من یکی از جوانان خیلی ضعیف و پایینی باشم که من این نکات رو درک کردم، اما خیلی جوانان به والله قسم دستشو زیر راه میبندن روایتش نمیدونن. درست. مثلا تو یک کار دیگه میکنن روایتشو نمیدونن. من اتفاقا برای شما گفتم استاد، من عادت کرده بودم دستمو یکم سرم ناب یکم بالاتر ببندم. درست. بعد امام اومد، الان شاید دوستان من این صدای منو بشنون، امام منو ایستاده کرد گفت بیا اینجا، دستم در گوشم نمیدونستم اتفاقا استاد، دورتر میگرفتم همینجوری بالا میکردم. امام اومد بشین چه خبره جناب مناسب، والله یک سری آدم اومدن میگن این آقا یک دین جدید آورد. من گفتم جناب مولا این مگه دین جدیده؟ مگه من دستم به گوش نرسونم دین جدیده؟ مگه من دستم زیر ناف نبندم این دین جدیده؟ اینو ببین، یعنی یک انسان، من نمیدونم که اون انسان واقعا گفته بود یا نه، چقدر جاهل بوده جناب استاد که این چنین حرفی زده که این آقا دین جدید آورده. درست. بعد نمیخوام تو این جناب استاد، اما در رو ببینید و خیلی اصلا والله نه شیعه ها برادر ما هستن. عزیز من تو میفهمی عقیده شیعه رو میدونی؟ نه. کتاب شیعه رو خوندی؟ نه. من در این 6 ماه 7 ماه خیلی از چیزها رو چی کردم، تجربه کردم استاد، و خیلی بحث‌ها رو در بحث‌ها اشتراک میگیرم، در بحث‌هایی که از دوستان به اسم کاکساسان هست احتمالاً بشناسید. بله. در بحث‌های اون اشتراک میکنم و تو از معلومات میگیرم و یک حدیث رو شما فکر کنم شب سه‌شنبه من ناراحت شدم استاد بزرگوار، جدا ناراحت شدم، من معذرت میخوام. نه ناراحت نشدم ابدا. من فقط یک پیامی بود برای طلاب علم، برای انسان‌های با علم و سواد که از این تکنولوژی استفاده کنیم. مثلا من یک مسئله رو خدمت شما بیان بکنم. الان یک چیزی به نام هوش مصنوعی است، درست؟ هوش مصنوعی مثلا چت جی بی تی و مثل ده‌ها بلکه صدها برنامه‌های دیگری که امروز آمده. امروز محل علمای اهل سنت فارسی زبان از هوش مصنوعی کجاست؟ چرا امروز علمای ما، دعوتگران ما در زمینه هوش مصنوعی کار نمی کنن؟ امروز شما برید از هوش مصنوعی حکم بپرسید، بر اساس مذهب شیعه جواب میده. برید از اون سوال عقیده بکنید، بر اساس مذهب شیعه جواب میده. برید هر سوالی بکنید، بر اساس مصادر شیعه جواب میده. چرا؟ چون که همین 7-8% امت اسلامی که شیعیان هستن، اینها آمدن کار کردن و اعتقادات خودشان را در هوش مصنوعی داخل کردن و ما اهل سنت فارسی زبان، عرب ها رو نمیگم که ماشاءالله تبارک الله خوب کار کردن. امروز هرچه در عربی بنویسی بر اساس عقیده اهل سنت برات میره. چرا؟ چون خوب کار کردن. اهل سنت فارسی زبان کار نکردن و امروز مثلا یک جوان دانشگاهی ما که میخواد مثلا در مورد توحید اطلاعات حاصل بکنه، میره وارد چت جی پی تی میشه، میگه در مورد توحید به من اطلاع بده. چت جی پی تی میره از مصادر شیعه میگیره، توحید رو برای معرفی میکنه. بابا در یکی از گروه های واتساپ شخصی که مدیر گروه هست، یک دعوتگر، یک آدم خیلی خیلی آدم به اصطلاح با حس، با آدم با این، اومد یک روزی یک متنی رو از کتاب بحرالانوار پست کرد. من تعجب کردم، گفتم حتما این میخواد اینو نقد بکنه. بعد نوشتم برای خصوصی براش نوشتم برادر این برای چی گذاشتی؟ گفت چقدر احادیث زیبایی بوده این. گفتم میدونی این کتاب از کی است؟ گفت از کی است؟ گفتم این کتاب بحرالانوار مجلسی است. بله. میگه این کتاب شیعه است. گفتم من فکر کردم کتاب اهل سنت است. گفتم از کجا گرفتی این رو؟ گفت از هوش مصنوعی گرفتم. ببینید برادر عزیز، امروز علمای ما، امثال شما، دعوتگران، جوانان، مثلا به طور مثال ما کتابخانه عقیده رو 20 سال پیش تقریبا تأسیس کردیم. الان بیش از شاید 1400-1500 کتاب داخلش هست. هوش مصنوعی پسر عمه و پسر خاله و پسر دایی من و شما نیست. اینترنت، گوگل با ما روابط خویشاوندی نداره. شما وقتی چیزی رو از گوگل میپرسید، از هوش مصنوعی میپرسید، بر اساس داده های خودش میاد
به شما اطلاعات میده. وقتی که ما عقیده خودمان را، عقیده اهل سنت رو در گوگل، در ویکیپیدیا، در چت جی پی تی، در هوش مصنوعی ما اضافه نکنیم، مثلا مصدر معلومات چت جی پی تی کجاست؟ ویکیپیدیا است اکثرا. در ویکیپیدیا ما نمیتونیم که کسانی که با فناوری جدید آشنایی دارن، با کامپیوتر آشنایی دارن، اینو که از مولای مدرسه خود نمیشه که درخواست کرد. او بیچاره خبر نداره، کامپیوتر رو نمیتونه روشن بکنه. امثال شما جوانها همین کتاب ها رو میتوانید در ویکیپیدیا اضافه بکنید. همین اطلاعات رو میتونید در صفحاتی که هست در گوگل و در چت جی پی تی در اینا اضافه بکنید، چون هر چی که شما اضافه کردید فردا اگر برادر شما آمد سوالی پرسید، بر اساس همین اطلاعاتی که شما وارد کردین هوش مصنوعی بهش جواب میده. متوجه هستید؟ پس در این زمینه باید ما کار بکنیم خیلی، خاصتا جوانانی مثل شما که با کامپیوتر، با تکنولوژی آشنا هستید. وظیفه شماست، این واجب است برایتان. بفرمایید، الان من میشنم از شما. والا استاد من میتونم کارا رو، اتفاقا خونه وای فای دارم، کامپیوترم درست حسابی هست، گوشیم جدید گرفتم، میتونم این کارو، ولی نیاز به یک راهنمایی دارم استاد. کسی نیست که راهنمایی کنه. آیت الله یوتیوب، شما در یوتیوب بنویسید روش اضافه کردن اطلاعات در ویکیپیدیا، براتون میگه. امروز باور کنید هیچ بهانه‌ای نیست، هیچ بهانه‌ای نیست، نه برای دعوتگر نه برای یک جوان مسلمان. ما با دعوتگر باید باشیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بدون شک استاد. و روایتی که مثلا میاریم استاد، من اول خودم میدم بررسی میکنم، میبینم اگر حدیث نیما آوردن این قیچی بدستان استاد، این قیچی بدستان همه میشناسن، از اون پتوماتش بگیر تا فلان، و قیچی بدست فقط قیچی، قیچی گفت. متوجه هستین چی میگم دیگه استاد؟ بله کاملا. این قیچی بدستان من خوب میشناسم که یک متن رو یک جای میگیرن، بعد میارنش اونجا، والا ببینید فلان عمر گفته، خب قبل بعدش بکن. و بعضی از این احادیث نیست استاد، بعضی متن‌ها هست که نظر به قبل و بعدش ترجمه میشه. این متن‌های عربی رو من نمیدونم که از کجا تا کجا بگیرم تا منظور اینو بفهمم. این مشکلات هم داره. من بیشتر اوقات شما مکتب شامله رو نشون دادید، من از مدرسه فقاهت استفاده میکنم که همه کتاب‌ها رو داره، همونجا استفادهش میکنم. درست. مدرسه فقاهت باز میدونید که سایت اهل سنت نیست. بله ولی بیشتر مردم میگن که این بی‌طرف خوبه کارش. منتها من به هیچ عنوان به نرم افزارهایی که شیعیان درست کرده باشن اعتماد نمی کنم، چون در اینا خیانت میکنن. مثلا شما یک متنی رو در اصل کتاب بهارالانوار هست، شما برو در صفحه مثلا شیعه لایبرری در اونجا سرچ بکن، اون متن نمیاد. چرا؟ چون همین جایی که مثلا میدونن که اهل سنت بر علیه ما از اون استفاده میکنن، اینها رو نمیدونم چیکار کردن که در سرچ کردن ظاهر نمیشه و خیانت میکنن. به خاطر همین نباید در مصادر علمی به اینها اعتماد کرد، چون امتی هستن که کتابهای خودشون رو تحریف کردن. من در هفته گذشته نشان دادم. بله بدون شک. و این موضوع هست استاد و یک موضوع گفتین بهارالانوار. خواهش استاد بهارالانوار اگه بهار ظلمات بگین، این طرف بیکار بوده، من نمیدونم اسمش چیه اون مؤلفش، بیکار بوده هیچ کتاب نشه. تو فکر کن 110 جلد الان، یعنی هر جلد اون 500 صفحه باشه، شما فکر کنید چقدر بیشتره. و یک روایتی دارم استاد بزرگوار، من و اگر گفتم ناراحت بشین، من شما رو به حیث برادر بزرگ خیلی دوست دارم. واقعا این محبت سلامت باشید. و نیازی ندارم دروغ بگم، شما موقع منو اطلاعات ندارید، من قلبا شما رو خیلی دوست دارم و تلاش میکنم در همین 6 ماه هیچ برنامه شما رو از دست ندم. والله بالله قسم میخورم که تلاش میکنم از دست ندم و شما رو قلبا دوست دارم و همیشه تلاش میکنم زنگ بزنم فقط با شما همکلام بشم، سوال جواب بگیرم نگیرم، همکلام شدن برای با شما به من بزرگترین افتخار هست. سلامت و باشید. الان یک منبعی رو خدمت شما میارم استاد، اگر اینو بررسی کنید خیلی خوشحال میشم. بفرمایید. در کتاب مصباح الزجاجه استاد فی زواید ابن ماجه نوشته البوصیری هست، جلد 1 صفحه 20. امام علی فکر کنم میگه که و ان الصادق الاکبر، من به عربی علمی ندارم، لا یقولها بعد الا کذا. این موضوع چی هست استاد بزرگوار؟ من اینجا پشت خط میمونم، این موضوع روشن کنید. شما متن عربیشو بخونید که من اینجا سرچ بکنم. و ان صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذا، صلیت قبل الناس ب7 سنین
وأنا صديق الأكبر لا يقولها بعدی الا کذاب. باش من اینو سرچ میکنم الان. من دارم به کامپیوتر شما نگاه میکنم استاد، با گوشی تماس گرفتم تو کامپیوتر لایو نگاه میکنم. این حدیث موضوعی است. امام آلبانی در سلسله احادیث موضوع شماره 4947 دوستان اگر نشون بدن در اینجا میگه که انا عبدالله و اخو رسول الله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کاذب آمنت قبل الناس ب7 سنین. حدیث موضوع است. بله استاد این چی هست؟ نشونش بدین خواهشم. این حدیث است. من نشون شاید شما با تأخیر ببینید اونجا، اما من دارم نشون میدم. بعد در اینجا امام ذهبی در موردش میگه که كذلك على شرط من ولا هو بالصحيح بل حديث باطل. قال ابن المديني ضعيف فقال في ترجمتي من الميزان وهذا كذب على علي رضي الله عنه. این دروغی است که بر علی بسته شده است. و کسی که این رو آفت این حدیث چی است؟ عباد، شخصی است به نام عباد که ابن جوزی در موضوعات این رو آورده است و در سیوطی هم در لعالی این رو آورده جلد 1 صفحه 166. ابن حاکم ابن عساکر از طریق شعیب ابن صفوان ان اجلح ان سلم ابن کهیل و از غیره این رو آورده و که این حدیث موضوعی است و دروغ است، تهمتی است که به حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه زده شده. و یک ابن عساکر یک روایتی رو که در این مورد ذکر میکنه، میباشید نسائی در خصائص که ذکر میکنه، اخبرنا علی ابن منذر نظر الكوفي اخبرنا ابن فضيل اخبرنا الاجله عبدالله ابن ابي الهذيل ان علي رضي الله عنه عرف عهدا من هذه الامه عبد الله بعد نبي غيري عبد الله قبل ان يعبدوا احدا من هذه الامه 9 سنين. و چی میگه؟ قلت و رجال الاسناد ثقات كلهم لكن من دون ابن ابي هذيل كلهم من الشیعه. غیر از ابن ابي هذيل بقیه راویان همه از شیعه هستن. بله. راویان این حدیث. بله. و این حدیث رو که میخواید در موردش توضیحات کامل بگیرید، سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه محمد ناصر الدین الالبانی جلد 10 صفحه 651 و 635 مفصل در موردش گفته. خیلی خوب، من اون حتما نشون بعدا این دوباره گوش میدم به اون میرسم استاد. و دیگه خیلی وقتم گرفتم جناب استاد. سلامت باشید. من داشته باشم نداشتم میخوام صدای قشنگ شما رو بشنوم. الله متعال کنه. زنده باشید. سلامت باشید. به همه جوانان پیام دارم استاد که عزیزان من راهتون رو پیدا کنید. چرا امام پرستی میکنین؟ والله بالله از 99% حنفی ها بپرس، جدا از مولا امام ها اینا بپرس بگو مطابق کدوم حدیث دستو زیر میبندی؟ میگه نمیدونم. مطابق کدوم حدیث دستو به نرمی گوش میرسونی؟ نمیدونم. پس تو شدی سنی. درست. بعد یک چیزی بگی سنگ میزنن ما پیدا به امام اعظم رحمه الله. درست از من امام اعظم رحمه الله یکی از بزرگان بود اما معصوم که نبود. شاید در یک مورد اشتباه کرده، شاید در یک مورد حدیث صحیح بهش رسیده. تو برو پیدا کن، تو صحیحشو پیدا کن. درست. و الان که اینجا رو گفتیم این استاد بزرگوار همین چند دقیقه قبل خیلی حقایق رو بیان کردیم. و گفتم همون بتخانه نمیدونم چجوری بتخانه از ضعیفی ماست. اگه شیعه امروز اینقدر چی کنه از ضعف ماست. من و تو چیکار کردیم؟ هیچ. من کوچکترین کاری که میکنم همین ادمینی این 3-4 صفحه رو میگیرم و پستاج دست یک برادر ایرانی ما هست، ادمینی اینا رو دارم و بعضی اوقات بحث و پیام چیزی میباشه میام و بررسیش میکنم. خودم با هوش مصنوعی اینا تا بتونم خودم بررسی میکنم و از توانم بالا باشه مجبورم به شما و امثالم تماس داشته باشم این موضوعات رو حل کنم. و از جوانان میخوام که یک طرف عزیزان من روشن بشید، امام پرستی رو بذاریم کنار. والله بالله من نه یک روز نه مدرسه رفتم، من خودم رشته تسلیم اقتصاد بود، از اقتصاد لیسانس دارم و همین تو همین صفحات میبینم تو توهین میکنن ولی که میبینم پیام میده و خودم ان شاء الله تصمیم دارم که به زودترین فرصت بیام جلوی دوربین. ولی جناب استاد واقعا باور کنید شاید حکومت طالبان مخالف شیعه باشه
اما اگه من این کارو کنم شاید من دستگیر بشم. آقا میگوستی چه ربطی داره؟ درست متاسفانه این مشکل هست. زنده باشید برادر عزیز، الله مطالب سن کند. سلامت باشید. تشکر. الحمدلله که خدا شما رو سر حال میبینیم، خدا شما رو حفظ کنه. بازم ان شاء الله مزاحم شما هستیم. سلامت باشید، زنده باشید، الله مطالب سن کند. تشکر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز. تشکر میکنیم از همه شما عزیزان. این آخرین تماس را هم میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب. خوب هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید. من یک پرسش داشتم راجع به صفات خداوند. این آیا زائد بر ذات است یا عین ذات است؟ یک بار دیگه خود این اسما چگونه است؟ باش، چشم. سوال ما رو گرفتین؟ بله. سلامت باشید. زنده باشید. ببینید، سلامت باشید. تشکر از شما. اینکه یک انسانی بیاد بگه که صفات الله سبحانه و تعالی عین ذات است، این قول باطل است. این قول باطل است و صفات الله سبحانه و تعالی و اسمای الله سبحانه و تعالی عین ذات الله سبحانه و تعالی است. این کلامی است که کلام کسایی است که صاحب عقیده فاسد باشند و بیشتر متکلمین و فلاسفه و اینها در این مسائل وارد میشن و فلسفه گویی میکنن در این زمینه. اعتقاد اهل سنت و جماعت چی است؟ صفاتی که ما یقوم بالذات که با ذات الله سبحانه و تعالی است، مانند علم، قدرت، رحمت، اینها صفات الله سبحانه و تعالی است که در موردش علما میگن که فهی قدر الزائد علی ما یفهم من ذات المجرده، یعنی عین ذات الله سبحانه و تعالی شده نمیتواند. اما مثلا سمیع، شنیدن، دیدن، سمیع، بصیر و اینا همه صفاتی است که الله سبحانه و تعالی است و اینا عین ذات شده نمیتواند و این عقیده کسانی است که به اصطلاح در پی تعویل اسما و صفات الله سبحانه و تعالی هستند که بیشتر این وارد این مسائل کیا شدن؟ معتزله. یعنی معتزلی ها وقتی وارد این مسائل شدن در مورد تعویل اسما و صفات این مسائل و آمدن یک سری شبهاتی رو بیان کردن و اصلا یعنی هدفشان رد به اصطلاح انکار اسما و صفات الله سبحانه و تعالی یا رد کفر بود یا هر نیتی که داشتن، اما وارد مسائلی شدن که به اصطلاح این از فهم و درک انسان خارج است. اما عقیده اهل سنت این است که ما بین صفات و بین ذات تمیز قائل هستیم. یعنی مفهوم صفت و ذات الله سبحانه و تعالی و اعتقاد ما این است که الله موصوف به صفات است و نمیگیم که صفات به اصطلاح عین ذات الله سبحانه و تعالی است. این اعتقاد اهل سنت و جماعت است. مثلا ابن ابی العز عنفی رحمت الله علیه در شرح عقیده طحاویه میگه که و کذالک مساله الصفه، و همچنین مسئله صفت، هل هی زائده علی الذات ام لا، آیا این زائد است بر ذات الله سبحانه و تعالی یا نه؟ لفظها مجمل و كذلك لفظ الغير فيه اجمال فقد يراد به ما ليس هو اياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره وأنه ليس غيره، لأن الإطلاق الإثبات أي إذا قيل الصفات غير الله قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي أي إذا قيل الصفات ليست غير الله قد يشعر بأنه هو إذا كان لفظ غير فيه إجمال.
به همین دلیل اعتقاد اهل سنت و جماعت چی است؟ که ما اسما و صفات الله سبحانه و تعالی را آنچه که در قرآن و سنت به آن شکلی که بیان شده است قبول داریم و سوال کردن و در این مورد شبهه ایجاد کردن این بدعت است. مانند قول ابن عباس در مورد استوا وقتی که ازش سوال کردن میگه که ایمان به او واجب است و کیفیتش مجهول است و سوال کردن در موردش بدعت است. یعنی چیزی است که ما نمیتونیم درک بکنیم، از فهم و درک بشر بالا هست. خب به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.